الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان گرامی، این برنامه رو شما هم از طریق صفحه تیک تاک و هم از یوتیوب و فیسبوک شبکه ندای حق میبینید. برنامه شما عزیزان هست تماس مستقیم، همونطوری که عزیزان ما زیرنویس کردن. شماره تماس مستقیم ما رو دوستان زیرنویس میکنن، میتوانید در این برنامه تماس بگیرید و انشاءالله در مورد برنامه یا اگر سوالی دارید، پیشنهادی، انتقادی دارید، انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و همچنین سعی میکنیم به سوالاتی که عزیزان در هفته‌های گذشته فرستادن از طریق واتساپ شبکه برای شما عزیزان این سوالات را هم پاسخ بدهیم. بیننده نوشته بودن 4 شماره آخرشان 7096 از افغانستان که یک سوال داشتم. یک نفر از ایشان پرسیده که کسی که منکر سنت باشد کافر است یا از دایره اسلام خارج است یا نه. این رو دقیق پاسخ بدهید. چشم، در این مورد انشالله صحبت میکنیم، مفصل و دقیق جواب این برادر عزیزمون رو میدیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله متعال میفرماید آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما آورده است بگیرید از فرامین و دستورات و از آنچه که نهی کرده است نهی بکنید. این یک حکم عام است که هم شامل قرآن کریم می شود و هم شامل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که احادیث است. در سوره نساء آیه 80 الله متعال می فرماید که و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت بکند از الله سبحانه و تعالی اطاعت کرده است. و میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرامین و دستوراتی که در احادیث آمده و برای ما ثابت شده است، البته منظور ما احادیث صحیح است که طبق علم حدیث برای ما ثابت شده، این احادیث انکارش کفر است. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر است، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم از هوا و هوس سخن نمیگوید. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از هوا و هوس سخن نمیگوید. بعضیا شاید همه این آیات رو تطبیق بدن به قرآن، بگن که همه منظور همه اینا قرآن کریم است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیات مبارکشان، در طول 23 سال دعوت خاصتا، کوچکترین اشتباهی اگر از ایشان سر زده، الله سبحانه و تعالی همان لحظه اصلاح کرده. در قرآن کریم لما اذنت لهم، وقتی پیامبر به بعضیا اجازه داد که در جهاد شرکت نکنن، لما اذنت لهم، الله متعال به یک نوع توبیخی بیان میکنه. ای پیامبر چرا به اونها اجازه دادی؟ عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تو را ببخشد، الله تو بگذرد، تو چرا به آنها اجازه دادی؟ یک کوری آمد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که مشغول دعوت سران مشرکین بودند چیزی خواست و ایشان از او روی گردانیدن. یک سوره کامل، سوره عبسه نازل شد. عبسه و تولی ان جاءه الاعمى. الله سبحانه و تعالی به گونه‌ای توبیخ میکنه که ای پیامبر، این بنده مؤمن ماست، تو چرا از او روی میگردانی؟ تو فکر مشرکین هستی که فکر میکنی اینها به درد تو میخورن، اینها به درد اسلام میخورن و از کسی که انسان مخلص است، انسان تزکیه شده است، مؤمن واقعی است، تو از او روی گردان میشی. و در جاهای دیگری از قرآن کریم کوچکترین اشتباهی که اگر سر میزد توسط وحی اصلاح میشد. چطور ممکن است که این همه احادیث رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده باشند و الله سبحانه و تعالی اونها رو رد نکرده باشه؟
همین که الله متعال اونها رو رد نکرده و به استناد آیه‌ای که و ما ینطق عن الهوی، از هوا و هوس پیامبر سخن نمیگه، پس اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند قرآن کریم لازم الاجرا هست و باید کسی در مورد اون اعتراض نکنه. دوستان عزیز و گرامی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما واقعا ادعا میکنید که الله سبحانه و تعالی شما را دوست دارد و یا میخواهید که الله سبحانه و تعالی شما را دوست بدارد، شما از پیامبر، یعنی از من، از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باید پیروی بکنید. و همچنین در سوره نحل آیه 44 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما برای تو ذکر رو نازل کردیم، همین فرامین و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که از طریق سنت مبارکشان به ما رسیده تا برای آنها بیان بکنی، شرح بدی، توضیح بدی آنچه را که از آیات الهی بر تو نازل شده است. متاسفانه امروز عده‌ای هستند که میان میگن بله همین قرآن برای ما کافی است و احادیث سبب اختلافات شده و فلان شده این شده. اولا کسی که بخواد اختلاف بکنه تنها در حدیث اختلاف نمیکنه، مگه در قرآن کریم مردم اختلاف نکردن؟ اما اون آیاتی رو که ما در مورد فضائل رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعضی از پیامبران در قرآن کریم داریم، مگر شیعیان نیامدن از امین آیات برای خودشون امامت رو ثابت کردن؟ اینی جاعلک للناس اماما در مورد ابراهیم علیه السلام، مگر نمیگن امین آیه در مورد امامت نازل شده؟ ابراهیم اول پیامبر بود، بعد به مقام امامت رسید، پس مقام امامت بالاتر از مقام نبوت است. در قرآن هم اختلاف کردن. همین قرآنیونی که امروز ساز مخالف میزنن، خب اینا هم به قرآن استناد میکنن، شیعه هم به قرآن استناد میکنه، اهل سنت هم به قرآن استناد میکنن. خیلی از فرقای گمراه دیگه هم بعضی از آیات رو دستاویز خودشون قرار دادن. اگر هر حقی رو به بهانه این که سبب اختلاف شده در بین انسان‌ها یا در بین مسلمان‌ها ما کنار بزنیم که دیگه چیزی نمیمونه. این یک دلیل بیجا هست. ثانیاً همین آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این ذکر که عبارت از سنت است برای تو نازل کردیم تا تو بیان بکنی، تفسیر بکنی، شرح بکنی برای مردم آیاتی را که بر تو نازل شده است. همینجا یک سوالی من دارم از اینایی که منکر حدیث هستن. در قرآن کریم برای ما الله سبحانه و تعالی میگه که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مؤمنین در اوقات معین فرض شده است. دقیق اوقات نماز رو کی برای ما تعیین کرده؟ قرآن یا سنت؟ در قرآن کریم یعنی بیان شده بعضی از اوقات، اما دقیق اوقات نماز رو برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. همینایی که منکر سنت هستن، شما نماز رو چند رکعت میخوانید؟ نماز صبح رو چند رکعت میخوانید؟ ظهر رو چند رکعت میخوانید؟ عصر، مغرب، عشاء، نماز عید، نماز جمعه رو چند رکعت میخوانید؟ ما یک سوره کاملی داریم به نام سوره جمعه. در اونجا گفته شده که وقتی به نماز جمعه ندا داده شد شما برید نماز جمعه بخوانید، اما نگفته چند رکعت بخوانید. در مورد نمازهای پنجگانه هم نگفته چند رکعت بخوانید. رکعت‌های نماز پنجگانه، نماز عید، نماز جمعه رو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کرده. همچنین احکام روزه، زکات، حج، خیلی از مسائل دیگر، احکام بانوان، مسائل اخلاقی اجتماعی به طور مجمل در قرآن کریم اگر ذکر شده، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح و بیانش برای ما ذکر شده است. اما مانند همه مسائل دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بینی کرده بودند که در آخر الزمان انسان‌هایی میان و همینطور فکر میکنن، همینطور حرفها رو میزنن، سبحان الله، که انه این زمانه برای ایشان نمایش داده شده، دیدن، شنیدن این حرفها رو توسط الله سبحانه و تعالی، طبعا توسط وحی، که در یک حدیثی میفرمایند الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه، برای من کتاب و مانند کتاب داده شده است، که عبارت از احادیث است.
الا اینی اوتیت القرآن و مثله معه، برای من قرآن و مانند قرآن، برابر با قرآن، به اندازه قرآن احادیث هم برای من داده شده است که همه اینا وحی الهی است. الا یوشک رجل ینثنی شبعان علی اریکته یقول، در حالی که شکمش پر شده و سیر از تکه میزنه به بالشتش و چی میگه؟ علیکم بالقرآن، قرآن رو محکم بگیرید. فما وجدتم فیه من حلال فاحلوا و ما وجدتم فیه من حرام فحرموا، اگر در قرآن حلالی رو پیدا کردید حلال بدانید، حرامی رو پیدا کردید حرام بدانید، فقط دیگه دنبال چیز دیگری نگردید. این رو امام احمد روایت میکنه و در لفظ دیگری که در صحیح ابن حبان روایت شده اومده که یوشک احدکم ان یکذبنی و هو متکی علی اریکته یحدث بحدیثی، بعضی از شما خواهند بود در آخر الزمان که مرا تکذیب میکند در حالی که تکیه داده به تکیه‌گاه خود یا به بالشت خود، بعد حدیثی رو ذکر میکنه فیقول، بعد از اون چی میگه؟ بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و شما کتاب الله هست. فما وجدنا فیه من حلال استحللناه، اگر حلالی رو در کتاب الله پیدا کردیم حلال میدانیم. و ما وجدنا فیه من حرام حرمناه، اگر در اونجا حرامی رو پیدا کردیم حرام میکنیم. الا و انما حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ما حرم الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدانید ای مسلمانان آنچه را که پیامبرم حرام کرده مانند آن چیزی است که الله حرام کرده. پس منکر سنت بلا شک کافر است. کسی که احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم را انکار بکنه کافر است و مسلمان نیست. اما اینا بعضیشون میان با کلمات بازی میکنن، نه ما احادیث رو انکار نمی کنیم، اما احادیثی که اشتباه هست و احادیثی که ضعیف است و شبهات، مانند حکمتیار اگر شنیده باشید یک موقع در مورد صحیح بخاری شروع کرده بود که الله سبحانه و تعالی زدش و بخاری و امام بخاری، من در یک صحبت ها گفته بودم حالا شاید در نگاه اعتقادی اشکال داشته باشه، اما یکی رو خدا میزنه، حکمتیار رو بخاری زد. شروع کرد بر علیه امام بخاری. خداوند چنان شرمان که دم و دستگاه و تلویزیون و مرکز و کتابخانه و درسگاه و همه چیزش رو ازش گرفتن و امروز در یک خانه مثل یک زندانی در اونجا به سر میبره. و هدی روشن فکر بعضیا که حالا مثلا خجالت میکشن که بعضی از احادیث رو که میخوان که به باب دل دشمنان اسلام در غرب به اصطلاح تعویل بکنن و وقتی که نمیتونن تعویل بکنن چی میکنن؟ انکارش میکنن، میگن نه ما این احادیث رو قبول نداریم یا اینا اصلا حدیث سبب اختلاف است، فقط قرآن کافی است. بر صورت این یک حرف باطل است. کسی که بگه که من فقط قرآن رو قبول دارم و سنت رو قبول ندارم و انکار سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفر است به اجماع امت اسلامی. یعنی امت اسلامی اجماع دارن بر این که کسی که بگه که من قرآن رو قبول دارم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول ندارم، این انسان به اجماع امت کافر محسوب میشه. دوست عزیزی در اینجا نوشتن که اگر برای زن حامله‌ای که بیشتر از هفته پنجم هست کورتاژ جایز است چون خطر از بین رفتن، ادامه رو ننوشتن، زن امکان دارد. بله ببینید، در صورتی که حیات جنین و حیات مادر در خطر باشه، مثلا یک جنینی است که مبتلا به یک بیماری است که این بیماری به مادر ضرر میرسانه، امکان داره که مادر تا سرحد مرگ برسه. اگر پزشکان، اگر دکترها متخصص در امور زنان این رو یقیناً بگن که بله این بیماری ضرر میرسانه به مادر یا این کودک مبتلا به یک بیماری است که به مادرش ضرر میرسانه، زندگی جنین یا زندگی مادر در خطر میفته، در اون صورت در هر ماهی که باشه کورتاژ کردن یا سقط جنین جایز است به خاطر نجات دادن جان مادر. اما گاهی اوقات حمل
همین حامله شدن جنین هیچ مشکلی نداره، سالم هست، اما این جنین اگر بزرگتر بشه دکتر تشخیص میده که به مادر ضرر میرسانه، مادر مبتلا به یک بیماری هست یا حامله شدن بهش ضرر میرسانه که امکان مرگ وجود داشته باشه. در این صورت اگر دکتر مسلمان یا متخصص با وجدانی همچنین تشخیصی رو بده، در اون صورت هم جایز است به خاطر نجات مادر، به خاطر نجات یک انسان سقط صورت بگیره یا کورتاژ صورت بگیره. بعضی از علما میگن که تا وقتی که روح دمیده نشود با دلیل و بدون دلیل اگر کسی این رو جنین رو سقط بکنه مرتکب گناهی نمیشه. و بعضیا میگن نه، در هر صورت اگر که بدون دلیل کسی سقط جنین میکنه مرتکب گناه میشه. قبل از روح دمیده شدن کی است؟ بنابر حدیثی که یجمع خلق احدکم فی بطن امه 40 لیله، خلقت یکی از شما در شکم مادرش در 40 روز تکمیل می شود. ثم یکون نطفه فی ذلک مثل ذلک، یک حدیث طولانی است. بعد از اون 40 روز نطفه می باشد، بعد از اون 40 روز علقه می باشد، بعد از اون 40 روز مضغه می باشد. بر اساس فهم تعدادی از علما از این حدیث تا 120 روز اگر کسی که حامله باشه سقط جنین بکنه بنابر دلایلی مرتکب گناه و معصیت نشده. اما بعد از روح دمیده شدن، یعنی بعد از روایتی که میگه 40 روز و روایتی که میگه 120 روز، حالا به نظر من از نگاه علم و از نگاه پزشکی 140 روز دقیق تر است و فهم صحیح از حدیث هم 140 روز رو 120 روز رو برای ما نشان میده. بعد از 120 روز به هر دلیلی که باشه سقط کردن جایز نیست الا که جان مادر به خطر بیفته. حالا دکتری بیاد تشخیص بده که این کودک مبتلا به یک بیماری است، اگر این کودک متولد بشه بیمار متولد میشه، به همین دلیل باید سقط بشه. نه، بعد از 120 روز حتی به این دلیل سقط کردن جایز نیست. شما چی میدانید؟ شاید زنده بمانه. خیلی از بیمارایی بودن که رفتن دکتر گفته که 6 ماه بعد میمیره، اما 10 سال 15 سال زندگی کرده و هیچی نشده. این یک تخمین است، یک حدس و گمان هست از طرف دکتر، الا اینکه همونطوری که عرض کردم وجود جنین به مادر ضرر برسانه. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد سلیمانی کلیگ خوب هستن؟ سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز، زنده باشید. ما برادر یک سوال همیشه پیدا شده بود، برای شما میگم، شما شاید که همجا نهاری که همی سوال هم کرده باش، شاید وام بشنوه، شاید بفرمایید. یک سوال است. در یک جا بودیم، یک کسی در یک مجلسی از خودمانی بود دیگه. بله. پسر همون کسی دست من رو دو دسته گرفت. من گفتم یک دسته با همراه من جور پسانی کن، چون که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعد از آن پدر از خیست گفت شما کلیتان دین این میرخم خراب کردید. والله که قسم بعضی آدم ها هست اگر ماجد هم برا باید سعی کنی در قلب از او تاودیه است، در قلب از او شرک و بدعات کلگش است، در قلب از او قوم پرستی است. درست. شما یک حرف بزنید که او فعلا در یوتیوب شاید ببینن که صحیح است یا نیست. درست. برادر عزیز، انسان با یک دست احوال پرسی کردن یا با دو دست احوال پرسی کردن اشکالی نداره. این برمیگرده به عرف و عادت جامعه. درست است؟
مثلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بغل کشی که امروز عادت هست در افغانستان نبود. درست است؟ این بغل کشی که امروز مثلا در بعضی از مناطق ما دیدید طرف فقط دست راستش رو به سینه چپ طرف میزنه، اصلا بدنش هم به هم دیگه یعنی معانقه صورت نمیگیره، در حالی که آنچه که در سنت هست معانقه است، یعنی گردن به گردن هم دیگر رو در آغوش میگرفتن صحابه. بله. اما دستشو بر سینه هم دیگر میزنه، خاصا در بین برادران پشتون ما در قندهار و در هلمند و در مناطق از هرات و تا خوست و تا جلال آباد و در اینجا همین از دور فقط همینطور دستشون رو به بدن هم دیگه میزنن، سلام علیکم، سنگی جوری به خیر، اختر ده مبارک شه، خلاص همین قد. این حالا بگیم که این مخالف سنت است؟ نه، این عرف و عادات مردم است. عرف و عادات مردم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و دین ما احترام میگذاره. مثلا عرف و عاداتی که در آن مخالفت شرعی نباشد، با یک دست احوال پرسی کردن یا با دو دست احوال پرسی کردن، این مخالفت شرعی درش نیست. یعنی نه در این شرک است، نه در این بدعت است، نه در این، و قضیه اصلا دست دادن در قبل از اسلام هم بوده، در ادیان گذشته هم بوده، در بین کفار هم بوده، چون یک عادتی بود، یک عرفی بود در بین مردم، اسلام باش مخالفت نکرده. یعنی الله متعال آیه نازل نکرده که یا ایها الناس یک دست بدهید، دو دست ندهید، یا پیامبر نگفته که ای مردم مواظب باشید که اگر دو دست دادید این اشکال دارد یا بدعت است. به خاطر همین نباید که در این مسائل ما سخت بگیریم. الان من در منطقه‌ای برم، مثلا در منطقه برادران پشتون ما در اونجا از دور همینطور بگم سلام علیک بکنه، بگم آهای شما کافر شدید، شما مبتدع شدید، نه، این درست نیست. عادت و تقالید مردم است، عرف است در یک جامعه. اما آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده لفظ سلام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کسی به شما گفت السلام علیکم، شما بگید علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یعنی بهتر از آن سلامی که به شما داده شما باید پاسخ بدید. سلام دادن سنت است، جوابش واجب است. این مسائل شرعی است که در این باید دقت بکنیم. اما با یک دست، با دو دست بغل کشی کردن، معانقه کردن، اینا عرف عادات جامعه است، مشکلی با دین نداره. استاد یک سوال دیگه هم پیدا میشه. مثلا ابو کسی که شخصی که فعلا نمیاد گپ مرا گوش کرده، او ما میگیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، او میگه معصوم نیست. هر کس که میگه بزنه کدام مولا کی کرده گفته میگه بد کرده میگه، چی میگن دایی؟ نه، اگر کسی بگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتباه کرده، پیامبر معصوم نیست، این حرف اشتباه است. پیامبر معصوم است. پیامبر از طرف الله سبحانه و تعالی توسط وحی کنترل میشد. پیامبر اگر عمل اشتباهی انجام میداد، الله سبحانه و تعالی همان لحظه جبرئیل رو میفرستاد و تصحیح میکرد. اینکه انسان بگه که پیامبر معصوم نبود، این حرف گناه بزرگی است. یعنی باید طرف باش اتمام حجت شود، برای او دلایل بیان شود که پیامبر معصوم بود. الله سبحانه و تعالی پیامبر رو در امور دین معصوم قرار داده. گاهی اوقات هم اگر اشتباهاتی از ایشان سر زده که گناه کبیره نیست، پیامبر از گناه کبیره، از گناهی که خلاف مروت انسانی باشه، از اون گناه ها معصوم هستند. مثلا پیامبر هیچ وقت زناکار، دزد یا گناهان کبیره رو مرتکب نمیشه. گاهی اوقات اگر اشتباهی کوچکی هم از پیامبری سر میزنه، الله سبحانه و تعالی توسط وحی همان لحظه اون رو اصلاح میکنه. یعنی همان لحظه فی ثانیه به قول مردم اصلاح میکنه. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم است. برادر عزیز، استاد انصاری عزیز، شما بگوین با امیر رقم شخص چه رقم شناخته خودتان باشه؟ مثلا شما یک دعوتگر هستین، ما هم یک دعوتگر هستیم. بین ما مثلا کسی که اگر خیشی خودتان باشه با این گناه مرتبط شد، آیا قطع رابطه کنی گناه نداره؟ ببینید، قطع رابطه کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که برای یک مرد مومن، برای یک مرد و زن مومن جایز نیست که بیشتر از 3 شبانه روز با همدیگر قطع رابطه بکنن. درست است؟ قطع رابطه کردن با یک مسلمان تحت هیچ عنوانی جایز نیست، الا در یک صورتی که در اصطلاح شرعی به اون هجر میگن. هجر به این معنی است که به طور مثال من و شما با هم دوست هستیم، درست؟ من میگم مثلا شما اسمتان است احمد، میگم احمد جان شما مثلا امشب مهمانی دارید، در این مهمانی موسیقی پخش نکنید.
شما میگید والا نمیشه، ما مجبور هستیم چون سازنده آوردیم باید موسیقی باشد. میگم خب پس اگر شما این کارو میکنید من بعد از این با شما رفت آمد نمی کنم تا وقتی که این گناه را ترک نکنید. شما به خاطر محبتی که به من دارید شما مجبور میشید که این موسیقی رو در محافلتون ترک بکنید. این رو در اصطلاح شرعی بهش میگن هجر. هجر کردن جایز است، ولو که 1 روز باشد، 3 روز باشد، 1 هفته باشد، 1 ماه باشد، 1 سال باشد. هجر کردن جایز است. چرا؟ چون هجر سبب می شود که طرف مقابل اصلاح شود. یا یکی از دلایل هجر کردن این است که شما با یک خانواده رفت آمد دارید، در این خانواده بی‌حجابی است. از اینکه همسر شما یا دختران شما یا خانواده شما از بی‌حجابی اونها متأثر شوند، از اخلاق و عادات زشت آنها متأثر شوند، شما با آنها رفت آمد خودتون را قطع می‌کنید یا هجر می‌کنید. اما این هجر به معنی نیست که شما آنها را نصیحت نکنید، امر معروف و نهی از منکر نکنید. از هر مناسبتی بعد استفاده کنید، آنها را نصیحت بکنید، امر معروف و نهی از منکر بکنید. اما هجر بنابر مصلحت شرعی صورت میگیرد. اما قهر کردن بدون دلیل یا به خاطر آلا طرف مثلا من از سفر برگشتم مرا مهمان نکرد من باش قهر کنم، رفت آمد نکنم، این شایسته یک مسلمان نیست. درست است. ما بدون شک گپای شما را 100% تایید میکنم. مگر او باز چقدر کسی را که الله تعالی خودش توفیق داد نه مشکل بوده. بسیار ما چندین بار گفتیم، باز 1.5 سال بعد در خانهش رفتیم و حالا پیشیم خانم ما اردیم ما گفت حالا ما اول نمیفهمیدیم دیگه ما کمی فهمیدیم چی کنیم. باز دیگه اون روز دیدیم که همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما معصوم نیست. باز دیگه دلم شکست خود مردم. نه شما نباید دلتون بشکنه. ببینید برادر عزیز الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای محمد تو آنها را نصیحت بکن، تو آنها را نصیحت بکن. وظیفه تو نصیحت کردن است. تو سیطره‌گر بر آنها نیستی، یعنی تو مسلط بر آنها نیستی. یعنی تو نمیتوانی از گردنش بگیری که حتما این کار رو انجام بده. تو حرفت رو بزن، نصیحتت رو بکن. قبول کرد خوب، قبول نکرد تو وظیفه‌ت رو انجام دادی. شما نباید خسته شوید. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم خسته می‌شدن از دعوت؟ نه. وظیفه یک دعوتگر این است که کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید که امر معروف و نهی از منکر میکنید. کسی که امر معروف و نهی از منکر میکند نباید خسته شود. 1000 بار هم اگر شده شما برید نصیحت بکنید. قبول کرد خوب، قبول نکرد شما وظیفه‌تان را انجام دادید. بعضیا هستن مثلا فحش میدن، توهین میکنن، اما شما به عنوان یک دعوتگر چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. شما به راه پروردگارتان مردم رو دعوت بکنید با حکمت، با علم و با موعظه حسنه، با خوشرویی، با حرف خوب. قبول کرد خوب، قبول نکرد شما وظیفتون انجام دادید. حتی به لقمان علیه السلام در قرآن کریم وقتی میگه که وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها، میگه تو اهلت رو به نماز دعوت بکن و صبر داشته باش. این صبر به خاطر چی است؟ صبر به خاطر این است که شما مثلا برید پسرتون رو نماز صبح بیدار بکنید، بابا پدر بذار بخوابم، یا مثلا دوستتان و رفیقتان رو برای نماز بیدار میکنید، ناراحت میشه، بابا بذار بخوابم، شاید یک چند تا توهین و اهانت و فحش هم به شما بده. یا به یک نفر میگید که فلان کار رو نکنین، کار اشتباه هست، شاید به شما توهین بکنه. یک نکته مهمی رو که در دعوت باید در نظر بگیرید این است که هیچ وقت این شخص رو یا اشخاص دیگری رو در جمع نصیحت نکنید. مثلا در مهمانخانه نشسته 30-40 نفرم اونجا هست، طرف یک حرفی زد، شما بگید که نه تو کفر گفتی، تو بدعت گفتی، تو گمراه هستی، تو ضال و مضل هستی، تو مبتدع هستی فلان. نه، این غلط است. این تکبر میکنه در اونجا. این نصیحت نیست، این آبروریزی است. یک روز دستشو بگیرید، برید در یک کافی بشینید، 1-2 لیوان قهوه هم طلب بکنید، بعد بگید برادر عزیز من شما رو دوست دارم، شما این خوبی ها رو دارید، منتها در یک مورد این اشتباه از شما سر زده است، این رو خواستم به شما یادآوری بکنم. یقین داشته باشید قبول میکند. تشکر از شما برادر عزیز. از شما یک جان تشکر. دیگر زنده باشید. پیام آخر گفتنی منیمی است که پدرای عزیز، مادرای عزیز، از الله تعالی بترسین، بالای فرزندایتان ظلم نکنین. درست. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از شما.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، الله از شما راضی باشه که شما در حیات هستی و پدر مادر شما را الله حفظ کنه و سلام. آمین. که این گونه فرزند رو تعلیم کرد برای جامعه اسلام. سلامت باشید. ببخشید که ما شما را ناراحت میکنیم. یک سوال هست که به جامعه مخصوص تاجیکان بگیم بسیار ضرور است، چون که این سوال من یک دو سال شده که کوشش کردم جوابش با پراگی بگیرم. بفرمایید. سوال این است که در شهر تاجیکستان شما خوبتر از ما ممکن بدانید وضعیت دین چگونه است اونجا. بله. من خاطر واضح‌تر هم نمیگم چون که فرصت شما را نمیگیرم. وضعیت همین است که اگر فرزند در مکتب در نمونی حتما ترا اول ممکن جریمه مکتب، بعدا زندان تهدید میکنن و زندان هم کردن و این هست. اما این به خاطر نیست که فرزند در مکتب نمونی، این به خاطر است که ما مسلمانای تاجیکستانی برای که دخترهامون در مکتب مونه به حجاب اوجا حجاب قطعا من میکنن، یعنی که به حجاب باید به سطر حجاب باید در مکتب بخونی. و مسئله ایه که ما شرایطی همه تاجیکای ما بعضیش دارن بعضیش نه، همه تاجیکا شرایطی ندارن که هجرت کنن یا که اگم مخصوص معلم برای خودشون شرایط مهیا کنن. همین مسئله در شما چی گفتن دارین؟ چه ما همین حالت حرکت کنیم که نه ضرر از طرف اسلام بینیم نه ضرر از طرف مقصد غیر دین عادی. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. در این مورد صحبت میکنم. خب تشکر. زنده باشید. الله شما راضی باشه. تشکر از شما. در جامعه ای است که دختران در آنجا حجاب پوشیدنشان در مدارس ممنوع است. شاید در تاجیکستان، در فرانسه، در بعضی از کشورهای اروپایی هم جدیداً این قوانین وضع شده است. اما پس یک دختر مسلمانی که در این جوامع زندگی می کند چی کار بکند؟ آیا حجاب خود را بردارد، به مدرسه برود، به دانشگاه برود، یا که نه بشیند در خانه و درس نخواند؟ دوست عزیز، اولا برای یک دختر خانومی که تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده باشه حجاب فرض نیست. اما از مثلا از کلاس سوم چهارم به بعد شاید در بعضی از کشورها حجاب من باشه، اما اینکه یک دختر خانومی لباس گشاد بپوشد، لباس به اصطلاح تنگ نپوشد، برای این دیگه مثلا قانون وضع نکردن که حتما باید لباس تنگ بپوشد. ما بعضی از زنان با حجاب رو میبینیم که چنان لباس تنگ پوشیدن که شاید یک زن بی حجاب خیلی کمتر از این زن با حجابی که لباس تنگ پوشیده است نظر مردم رو جلب بکند. برمیگردیم به این جامعه. تا وقتی که یک دختری به سن بلوغ نرسیده حجاب بر او فرض نیست. بعد از اینکه به سن بلوغ رسیده باشد تا حد امکان فاتقوا الله ما استطعتم، تا حد امکان سعی بکند که حجاب خود را تا حد امکان مراعات بکند. حتی در همین تاجیکستان در دوشنبه و بعضی شهرهای بزرگ و بعضی جاها خیلی سخت میگیرن، اما در اطراف در خیلی از مدارس دیگر زنها با همون رومال و با اینا میرن، کسی با اونها کاری نداره. اما دم در شاید بعضیا اذیت بکنن، اما نمیان تک تک سر کلاس های درس برن همه رو چک بکنن که والا همه حجاب دارن یا ندارن. پس تا حد امکان انسان باید سعی بکنه که امور دین رو و عباداتی رو که الله سبحانه و تعالی ما رو با آن مکلف کرده انجام بده تا حد امکان. اگر که کسی استطاعتش رو داره که مثلا دخترش بعد از اینکه کلاس دورای ابتدایی رو تمام کرد، متوسطه رو تمام کرد، به سن بلوغ رسید، الان دیگه حجاب مثلا ممنوع است، در دوشنبه زندگی می کند، حجاب ممنوع است. شما می توانید
اگر امکاناتش رو دارید با خانوادهتون هجرت بکنید. یکی از دلایل هجرت همین است. هجرت به خاطر به دست آوردن پول و مال و مقام و منصب و زندگی خوب نیست. هجرت به خاطر نجات دین است، به خاطر آزادی در عبادت است. مثلا در روسیه کسی با یک دختر با حجاب کاری نداره که بره در مدرسه درس بخونه، یا حتی مثلا در بعضی اکثر کشورها مدارسی است، مدارس اسلامی است. مثلا در ترکیه مدارسی است که کلا دخترها جداست، پسرها جداست، به نام مدارس امام خطیب. کسایی که در ترکیه زندگی کردن یا آشنایی دارن، مدارسی است که کلا دخترها در اونجا به تنهایی درس میخوانن و پسرها در مدارس جداگانه. و مدارس دولتی دیگری هم هست که دختر و پسر سر یک کلاس با هم درس میخوانن. الان اینجا برمیگرده اختیار به شما که کدامش رو انتخاب بکنید. تا حد امکان سعی بکنید که به طور مثال میبینید که در یک شهر، مثلا در شهر توس مثلا ذکر بکنیم، در اونجا زیاد به حجاب گیر نمیدن، به حجاب دخترها در مدارس، برید در اونجا زندگی بکنید، یا در یک جای دیگر. اما در دوشنبه مثلا بعضی مناطقی هست که در اونجا زیاد گیر میدن، اذیت میکنن، برید به یک منطقه‌ای که در اونجا تا حد امکان بتواند دختر شما حجابش رو مراعات بکند. تحت هیچ شرایطی ولو اینکه با هجرت شده باشه، ولو اینکه مثلا دخترتون رو پیش یکی از محارمتون، خاله‌ای، عمه‌ای، دایی، به اصطلاح عمویی، کسی بفرستید در یک کشور دیگر که در آنجا درس بخواند. خانواده‌های مسلمان به هیچ عنوان نباید که به بهانه اینکه والا نمیگذارن و فلان و این و اون از درس خواندن فرزندانشون، خاصتا از دخترها، جلوگیری بکنن. بلکه این جامعه رو ما باید بسازیم. نسل آینده این جامعه ما هستیم. ما باید فرزندانمان را، دخترانمان را، پسرانمان را با دین. شما دخترتان را طوری تربیت بکنید که حجاب رو زور پدر و مادر، از ترس برادر، از ترس پدر و مادر، از ترس شوهر حجاب نکنه، از ترس الله سبحانه و تعالی حجاب بکنه. حجاب را امر الله سبحانه و تعالی بداند. در اون صورت این زن و این دختر تا حدی که امکان داشته باشد، تا حدی که بتواند، حجاب خود را، عفت خود را حفظ می کند. و برای تغییر این جامعه باید کار کرد. یعنی خیلی از عزیزان تاجیک ما این سوال رو میپرسن: ریش ممنوع است، زن حجاب ممنوع است، فلان است، چی کار بکنیم؟ تغییر جامعه به دست شماست. علامه اقبال یک شعر جالبی داره، میگه: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. الله متعال، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دقیقاً میشه گفت این شعر معنی همین حدیث است. خداوند الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا اینکه اونها حالت خود را تغییر بدهند. ما اگر همینطوری دست رو دست هم بگذاریم و بشینیم بگیم بله حالا یک نفری هست اونجا امر کرده، ما هم باید اطاعت بکنیم، نه، این 10 میلیون تاجیک باید از حق خود، از این حق انسانی است، در امریکا، در اروپا، در روسیه، در کشورهای بودایی، در چین، در ژاپن، در نپال، در سریلانکا، در هند، در هر گوشه دنیا برید، این به عنوان یک حق شخصی یک انسان شناخته میشه که حجاب بپوشه یا حجاب نپوشه. اما یک خبیث خودخواه متکبر طاغوتی آمده، نه هرچه که خواسته نفس کثیف خودش میگه سر 10 میلیون میخواد این رو پیاده بکنه و ما هم بشینیم قبول بکنیم. نه، من قبلا هم گفتم و هنوزم حرف من این است: هرچه دختر و زن تاجیک است با حجاب برن، 1 رو میگیرن، 2 تا رو میگیرن، 10 تا رو میگیرن، 100 تا رو میگیرن، 1000 تا رو میگیرن، 1 میلیون رو میگیرن. آیا میتوانن 1 میلیون زن تاجیک رو زندان بکنن؟ 2 میلیون زن تاجیک زندان بکنن؟ باور کنید قدرت زندانی کردن 50,000 نفر رو هم ندارن.
همه تاجیکستان رو تبدیل به زندان بکنن 1 میلیون نفر رو نمیتوانن زندان بکنن. آزادی، حقوق، کرامت، عزت در داخل پاکت به شما هدیه داده نمی شود. عزت و کرامت و اینها رو باید انسان به دست بیاره، شده با جان خودش، شده با خون خودش. ملت یک نمونه به شما، مثلا من گاهی اوقات بعضی هستن حرفای قوم پرستی و اینا رو دامن میزنن که الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر مردم افغانستان و تاجیکستان و ایران و همه امت اسلامی دور بکنه. مثلا میبینن بعضی از تاجیکا رو دیده باشید مثلا تمسخر میکنن به عقب ماندگی افغان ها، شاید چون افغانستان کشور خیلی بزرگی است، شاید در روستاهای افغانستان، در بعضی از مناطق افغانستان هنوز مردم در زندگی خیلی دشواری زندگی بکنن. یک روز صحبتی میشد با یکی از دوستان در این مورد صحبت میکرد. گفتم ببینید شرافت و عزت و کرامت انسان در این نیست که بالا در برج‌های 100 طبقه‌ای زندگی بکند. در خانه گلی در یک روستای بدون امکانات زندگی کردن، با عزت و با سربلندی زندگی کردن بهتر از اون زندگی است که انسان با سرفکندگی در برج‌های آنچنانی زندگی بکند. و این ملت به خاطر این آزادی که امروز دارد، به خاطر این عزت و شرفی که امروز دارد خون دادن، مفتین رو به دست نیاوردن. در جنگ با روسا بیش از 1.5 میلیون افغان به شهادت رسید. در جنگ با آمریکایی‌ها در طول 20 سال بیش از 1 میلیون افغان شهید و زخمی شد. عزت و کرامت رو کسی به کسی هدیه نمیده، این رو باید به دست آورد. شما دست رو دست هم بگذارید، بشینید بگید که والله یا رب اینا رو از سر ما بردار. من در یک برنامه دیگر هم گفتم اگر به دعا کردن مشکلات حل میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفت در غار حرا دعا میکرد، مدینه سقوط میکرد، مکه فتح میشد، طائف فتح میشد، کل دنیا فتح میشد. نه، پیامبر خون داد. پیامبر به خاطر که این دین رو به ما برسانه صورت مبارکشان در احد زخمی شد، خون جاری شد. پیامبر 70 نفر از بهترین یارانش رو در احد تیکه تیکه کردن، سینه هایشان را پاره کردن، دل و جگرشان را کشیدن. این قبرهایی که امروز در تاجیکستان و در بخارا و در سمرقند و در افغانستان و شهدای صالحین در کابل و در هرات و تا بلخ و جوزجان و طالقان و تا چین تا ایران، این قبور صحابه که در اونجا هست، اینها خون دادن که دین رو برای ما رساندن. و ما به خاطر حفظ این دین چیکار کردیم؟ یک روز زندان رفتیم، یک قطره خون دادیم، توهین شدیم، اهانت شدیم؟ نه. هرچی که بالای ما گفتیم چشم قبول کردیم. این ذلت است، این خاری است. اسلام ذلت و خاری رو نمیپذیره. اسلام میگه که تو باید سربلند باشی، تو باید با عزت باشی و هیچ کس حق نداره که یک مسلمانی رو، من مثلا در مورد برخورد امر معروف طالبان صحبت کردم بارها، حرمت یک مسلمان در پیش الله سبحانه و تعالی بالاتر از حرمت کعبه است. تصور بکنید، کعبه ای که همه مسلمان ها به طرفش نماز میخوانن و الله متعال قسم میخوره به اون کعبه و به اون شهر، به شهر مکه مکرمه، حرمت یک مسلمان بالاتر از او است. مسلمان حرمت داره، عزت داره. من 15 سال پیشم در برنامه در مورد تاجیکستان گفتم، یعنی مرگ برای یک مرد تاجیک بهتر از این است که یک سرباز کثیف، یک کارمند کثیف بیدین دولت بیاد حجاب را از سر زنت، از سر دخترت برداره و تو ساکت بشینی. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قتل دون عرضه فهو شهید، کسی که به خاطر ناموسش کشته میشه شهید است. کسی دست دراز میکنه به حجاب همسرتان، خواهرتان، مادرتان، دخترتان، دستش رو قطع بکنید. در همین ترکیه تا سال 1994 زنها رو نمیذاشتن که با حجاب وارد دانشگاه ها بشن. من فیلمش رو بارها خدمت شما عزیزان نشون دادم. ببینم اگر اینجا جستجو بکنم.
مثلا این صحنه رو دوستان عزیز اگر نشون بدن، اینجا یک دختر دانشجویی است. این دختر دانشجو رو ببینید با حجاب. این فیلم مال 25 سال قبل است، مال 25 سال قبل، تقریبا 28 سال قبل است. این دختر دانش آموز رو جایزش رو و شهادت نامش رو در روزی که فارغ میشه بهش نمیدن، در مدرسه بهش نمیدن، میگن برو چادرتو بردار بعد از او بهت میدیم. یعنی ترکیه در این وضعیت زندگی میکرد. این دختر با گریه، ببینید اینجا اشکاش داره میریزه و این معلم‌ها و مسئولین، ببینید داره گریه میکنه. از مدرسه خارج میشه، به همه جایزه میدن و این دختر رو از صف بیرونش میکنن. نگاه کنید در اینجا، از صف بیرونش کردن چون که روسری داره. همین دختر رو که اینجا از مدرسه بیرون میکنن، جایزه بهش نمیدن، بعد از حدود 20 و چند سال بعد در زمان حکومت اردوغان، همین خانوم رو که صاحب یک طفلم شده است، بعد از 25 سال میارن همون جایزه ای رو که اون روز بهش نداده بودن بعد از 25 سال بهش میدن. و فیلم های زیادی در این مورد، تشکر میکنم از دوستان عزیز، فیلم های زیادی در این مورد است که پلیس ها دم مدرسه ها وایستادن، در دانشگاه ها وایستادن و در اونجا نمیگذارن که کسایی که حجاب دارن وارد دانشگاه ها بشن. من بعضی از این فیلم ها رو اگر بتونم برای شما عزیزان پیدا بکنم، حتما در جستجو بکنید در گوگل، میبینید که قبلا چه وضعیتی بود. در دانشگاه ها وای میستادن و نمیگذاشتن کسی وارد دانشگاه بشه. امروز در پلیس، در ارتش، در فرودگاه ها، در همه ادارات دولتی زن میتونه با حجاب کامل در اونجا حاضر باشه. هیچ کس هم نمیتونه بگه بالای چشمت ابروست. این ملت اینو چطور به دست آوردن؟ به خیابان ها ریختن، زخمی شدن، شهید شدن، مبارزه کردن، مفت به دست نیاوردن و به خاطر این جان دادن، اشک ریختن، زحمت کشیدن. شما اگر در خانه بشینید و صداتون در نیاد، کسی برای شما هیچ کاری رو انجام نمیده. مثلا این صحنه رو ببینید، دوستان بگذارید. این صحنه ای که یک نماینده با حجاب از پارلمان اخراج میشه به خاطر اینکه حجاب داره. ایشون رو از پارلمان خارج اخراجش میکنن. ببینید اینجا در دانشگاه ها بدون روسری کسی رو نمیگذارن. ببینید مجبور میکردن که روسریشون رو در بیارن. اگر روسری تو در نمیاری حق نداری که وارد ادارات حکومتی بشی. ببینید، اما این مردم آرام ننشستن، جنگیدن، به خاطر این تظاهرات کردن در پارلمان، از سیاسی، از نگاه حقوقی به خیابان‌ها ریختن و امروز آزادانه حجاب میپوشن. امروز حتی پلیس زن هست، حتی در ارتش افسران ارتش هستن با حجاب. پس برادر عزیز، به خاطر عزت و شرف باید مبارزه کرد، نه اینکه دنبال فتوا بگردیم که والا میشه، یعنی یک راهی پیدا بکنیم که خلاص حجاب رو در بیارن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. میخواستم که درباره همه یک چی گپ زنم از برادر پیش خدم بدیو که بعدی چند در سوال داد درباره حکومت مقصد که ما چیکار کنیم برای حجاب هم. خیلی درست.
میخواستم همین گپ زنم که در تاجیکستان ما مثال خیلی هست که پیش پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه وسلم بردگی و غلامی را ای بین بود. انا که امروز باشد متای کافری مثلا دولت‌هایی که مسلمانی هستند همه اینا رو در تحت نظارت خچان گرفتگی‌اند. مثال غلام خچان کردگی‌اند. چه خیلی بگم اگر پیش یک آدم غلام میکردم از یک ملت غلام میکردم. درست. مثال چی میخوام بگم که امروز ما اگر خیلی که اتهام کردن چی دولت مقصد چی کردن موفق نشدن یک بود در تاجیکستان. اگر روزی این دو فهم اگر مقصد همین کارا بکنن این 100% همین را میدونیم که موفق نمیشن به خاطری که ای اوجا اینها چون فرمان نمیتونن فرمان ای اوجا میگیرن فرمان همه را ای اوجا میگن یا در اینجا عمل میکنن مثلا اینجا چون هیچ کار کردن نمیتونن حتی اگر مثال همین روسیه نباشه اگر حکومتی روسیه نباشه این تاجیکستان خودش من باوری دارم که در یک سال اصلاح میشه در یک سال مشکلی که مردم مسلمان هم خیلی مقصد اصلاح میشه خوب میشه میروه. ببینید برادر عزیز، یعنی مردم باید خودشون همت بکنن. الان مثلا اگر در پشت رحمانوف اگر یک حکومت است، حکومت روسیه است، در پشت حکومت کرزی یا اشرف غنی در افغانستان بیش از 47 کشور بود به همراه آمریکا، بیش از 250,000 سرباز آورده بودند. هواپیماهای بی 52 هر بمبی رو که مینداختن بر سر افغانها بیش از 1000 کیلو وزن داشت. حالا مردم افغانستان میگفتن که والا 47 کشور پشت این حکومت هستن ما هیچ کار نکنیم. نه، مردم مبارزه کردن و آخرم پیروز شدن. نه ماشاءالله نشد افغانستان ما یک گونه هم خیلی گپ میگم یک گونه هم چیزی میدونم که در روی دنیا مثال 200 چند دولت 300 چند دولت های یگانه دولتی با غایت یگانه دولتی با قوت یگانه دولتی را میبینم که در حقیقت مسلماناشون مستحکم مجاهدای دارن که به نهایت ما گفتی پا بر چی خاک پای اونها نمیشیم دیستمیتلن در حقیقت این کار را کردن. برادر عزیز تنها افغانستان نیست، مثلا سوریه، مردم سوریه در طی 20 سال گذشته چقدر قربانی دادن به خاطر آزادیشون. انا اونها مردم سوریه نگاه کنین که مردم سوریه مردمشون در حقیقت عقیدهشون خوب بود، همشون دیندار بودن، با ایمان بودن، همشون با تقوا بودن. رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم اول چیکار کرد؟ اول دعوت کرد، اول عقیدهشون خوب کرد، همه اینا خوب کرد، بعد مثال با جنگ و با چی خستن. مثال یک عباره انسان نمیتونه که عقیدهش مثال ضعیف از ما گفتی که پای امی یک متر 2 متر قدی خدمانه مثال اول ما حکومت در خدمت پالیسی جاری کنیم، بعد ما میتونیم که مثال قیام کنیم یا که هر یک چی ببینیم مثال میتونیم نیست کرده، بخاطر که هر یک تک انسان ها اوجه اصلاح شدگن میتونم ایدسمامیان. لیکن وقتی میبینی که یک از فاجر یک از دیگر زیناکار یک همه گناه ها بر چیزی خدشان، لیکن ما یک ظلم و ظالمی را میبینیم مثال سر از حکومت مثال شما میتوسط سر از میدونیم که باید همین کارا نیست کنیم، همین کارا بین بره. اول باید خودمون اول مردم اصلاح کنیم، اول خودمون اصلاح کشیدیم، بعد 100% ما را باوری داریم که انشالله ما یک حکومت اسلامی میتونیم در تاجیکستان بیاریم. برای که اگر ما خود اصلاح نیستیم، ما خودمون خوب نیستیم، ما ما حکومت اسلامی را میتونیم بیاریم در حالی که در پشت این با یک قدرت کلان اینگه ایستادگی روسیه ایستادگی که تمام نیتو که نه تنها تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، هر کسی که میخواه که خودش آزادی بخواه با او حمله میکنه، تجاوز میکنه، فرق نداره که حتی او کافر باشه یا که اسلامی باشه، دولت‌های مسلمانش بسیار باشه یا که کافر خریستیانی غیری چیزش بسیار باشه، مثل اوکراین. برای او را فرق نداره، مثلا نپادات میکنه و هجوم میکنه او را باید نیست نابود کنه برای که او اطاعت نکنه. برای همین گفتی هم ما برای اساسا برای دنیا برای آخرت زندگی میکنیم، از مردم خواهش میکنیم که دشمن خچان مقصد اول بشناسن. مثال اگر ما یک مثال عادی که خودم مقصد همین ساختگیم فکر میکنم که همین چی میگه، مثلا از در خونه زندگی میکنی، اگر در خونه اگر سیل بیا بشوا، سیل بیا
شو اول چیکار میکنی؟ ایدرون زمینت بدروی همراه جرا محکم میکنی، اصلش محکم میکنی، ایستش محکم و اوجا میزنن، ایجا میزنن. اگر همون را بیابی سرش ایگیجا او دادگی ایگیجا او مندگی اگر همونجا را بیاری محکم کنی چیکار میکنه؟ زمین تر او نمیشوه. اگر همون را اگر تو پالسی محکم نتونی از برای الله یک بیلی پارت هم اگر یک بیلی پارت کن همونجا همون سراخ همون چی محکم میشه. یک خونه تر مثلا چی نمیشوه او نمیشوه. برای همین اگر تو بخوای که ای درونی خودت وقتی که اصلاح نیستی اما بخوای که همون زمینه محکم کنی اونجاش محکم میکنی اونجاش آب میشه، اینجاش محکم میکنی اینجاش آب میشه. برای همون باید مردم اول اصلاح شوند، اول دشمن خودشون بشناسن که دشمنش اولین روسیه تا روسیه اگر نیست نابود نشه فکر با حکومت نمیتونیم. اگر ان شاء الله که روسیه نیست نابود شد الله خور ذلیلش کنه روسیه را نیست نابود کنه ان شاء الله و اذن الله میبینی که این تاجیکستان همش مردمی مسلمانای میبینی که چون اوجه نمیتونن دیگه نمیتونن که اگر حکومت کافر جا کنه بخاطر که میبینن که مردم همش همیشه خصوص همش اسلامی را خواستیست است. مثلا نه خیلی بگم روسیه حتی افغانستان ترس داره اونجایی که در حالی که قابل حجاب قیام کردن مردم حکومت میخواست که مردم به حجاب کنه اون فرمانی 100% فرمان روسیه بود. لیکن دید که مردم مجاهد افغانستان دید که خلق تاجیکستان شکایت خچه زنان تاجیک شکایت خچه وقتی در اینترنت ها گفتن کردن مردم افغانستان دید گفت که ما قیام میکنیم ما جهاد میکنیم بر علیه حکومت تاجیکستان. روسیه ای ترسش آمد در همو گرانیس نزدیکی سرحد گرفت چوکر تانکای کلون خچه سامالتوش برآورد تیرشاب کر هوایی کک بوده اونجا مثل که در اونجا که سنجش گذراندستن رپیتیسیا گذراندستن. لیکن اگه افغانا را مقصد تیپا ترسونه که تیپا ما قدرتمند موضوعیم زورشون لیکن چیکار کردن و اذن الله مقصد ترسیدن کارشون مقصد دوام ندادن. برای افغان عیشه مردان افغان مقصد ترسیدن فهمیدن که و سکی بگن مقصد درشون میکنن. تشکر از شما برادر است. بفرمایید برادر عزیز. بخشش که مقصد صحبت گردانیم زنده باشید. میخواهم که اول مردم تاجیک مردم افغان حتی کسی که باشه نباشه و دشمن خچه بشناسه دشمن مردمی همه ما این روسیه اگر روسیه نیست نابود نشه برای ما خیلی خیلی هم دشوار میشه حکومت اسلامی همچون حکومت برای محمدی در تاجیکستان برپا کنیم. تشکر از شما. یک سوال دیگر داشتم بخشش ای تیما تماما دوره در مواسم حج همین سوال هم نتونستم گفته ایگان علما خیلی چند کس شنیدم لیکن میخوام ای شما بشنوم همین حجی که میگن حج عمره حج فرضی حج عمره من در یک بسیار جای شنیدگیم که میگن که حج یک باره فرق نداره مثلا کدام وقتی که رفتی خانه کعبه را زیارت کردی اما حجت مقصد تمام دیگه مثلا فرضی را ادا کردی نه یا خیلی میگن نه او وقت داره مثلا در این مورد صحبت میکنم این سوالی است که خیلی دوستان دارن. تشکر شما برادر عزیز. زنده باشید. سلام باشید. الله مطالب استان کنه. الله مطالب استان کنه. تشکر شما. دوست عزیز ما حج عمره نداریم فقط یک حج است. ارکان اسلام 5 است. پنجمین رکن اسلام حج است. حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج البیت یا حج خانه خدا یا حج بیت الله که میگن حج فرضی یک حج است. عمره حج نیست. عمره یک عبادت جداست، حج یک عبادت جداست. این اشتباهه که در بین مردم میگن والا فلانی حج عمره رفته است. او حج نیست، او عمره است. اصطلاح حج عمره یک اصطلاح غلط است، اشتباه است. ما یک حج داریم که وقتی انسان بالغ شد، عاقل بود و استطاعت داشت. استطاعت یعنی چی؟ 4 رکن دیگری که در اسلام است، شهادتین، نماز، روزه، زکات، برای اینها استطاعت شرط نیست. یعنی استطاعت مالی شرط نیست. فقط یک عبادتی که الله سبحانه و تعالی من استطاع الیه سبیلا استطاعت رو در اینجا شرط گذاشته است، استطاعت مالی و استطاعت جانی را چی است؟ حج بیت الله الحرام است. حج در عمر یک بار انسان در ماه ذوالحجه از روز
7 ذوالحجه شروع میشه، روز 8، روز 9 در عرفات، بعد روز 10 در مینا، بعد ایام تشریق تا روز 13-14 که بعد از اون تمام میشه. این یک بار بر انسان عاقل بالغ که توانایی داشته باشد فرض است. اینو میگن حج. یک بار که انجام دادی فرض از شما ساقط شد، مادامی که استطاعت شه. قرض کرده بری حج، نمیدونم خودت رو گرو بگذاری بری حج، این اشتباه است. پول داشتی، مازاد بر خرج و مصرف و نفقه عائله اگر پول داشتی اون رو خرج میکنی میری حج، اونم در عمر یک بار بر انسان فرض است. عمره یک عبادت جداست. عمره کردن عدد محددی ندارد، یعنی شما میتوانی 1000 تا عمره هم بکنی، هر ماه بری عمره بکنی، هر سال بری عمره بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار حج کردن، یک بار عمره کردن. به خاطر همین بعضی از علما میگن که عمره هم باید یک بار انسان عمره بکنه. یک کسی مثلا در حرمین زندگی میکنه، براش میسر هست هر هفته بره عمره بکنه، اشکالی ندارد. اما اینکه انسان خرج بکنه، 2000-3000 دلار خرج بکنی هر سال عمره بری، این کار شایسته ای نیست. چرا کار شایسته ای نیست؟ امروز شما یک بار حج کردی، یک بار هم عمره کردی در رمضان، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک عمره کردن در رمضان مانند این است، ثوابش به اندازه است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کرده باشی. پس یک بار حج کردی، یک بار عمره کردی، اجر و پاداش تو گرفتی. هر سال عمره رفتن، به جای اینکه هر سال عمره بری همون پول اون رو به یک خانواده فقیر کمک بکنی، به یک انسان نیازمند مستمند کمک بکنی، برای یک یتیمی، برای یک کسی که نیاز مثلا به بورسیه تحصیلی داره کمک بکنی، به انسانهای فقیر کمک بکنی، این ثوابش خیلی بیشتر است از اینکه شما هر سال عمره تکراری بکنی. پس یک عبادتی است به نام حج، یک بار در عمر، یک بار بر انسانی که عاقل باشه، بالغ باشه و استطاعتش رو داشته باشه فرض است و جزء ارکان دین است. و عمره کردن سنت است، مستحب است، یک عبادت بزرگ است. اگر استطاعتش انسان داشته باشه برای یک بارم که شده در زندگی در ماه رمضان عمره بکنه که طبق آن حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده ثواب یک حج با رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بگیره. فقط تشکر میکنم از شما عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم آقای انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر برادر عزیز، بفرمایید. برادر عزیز من زنگ زدم درباره یک مسئله گپ بزنم. من از افغانستان هستم ولی فعلا سویدن زندگی میکنم. بفرمایید. من درباره این میخواستم گپ بزنم که ما و شما میگیم افغانستان یک دولت اسلامی است. بنده کم از دین اطلاع ندارم، خودم هم چند سالی زیر نظر استادی در ایران، من سنی هستم، اونجا مسجدها یک ذره محدود بود ولی باز هم یکان چیزا یاد گرفتیم، چیزی که از قرآن کریم یاد گرفتیم و از احادیث. دولت اسلامی دولتی است که اولین چیزی که ما باید طرف از اون سعی کنیم یک اکونومی اسلامی باشه، یک اقتصاد اسلامی داشته باشیم. این فعلا در افغانستان نیست. طالبان نمیفهمم امی علمش ندارد یا که نمیخواین این کار کنن یا یک دولت نمیفهم دست نشانده غرب است، اونم کار نداریم. همین عربستان سعودی کل از یا اقتصاد اسلامی نیست. من خودم هم در سویدن دارم اقتصاد میخوانم. چیزی که اقتصاد اسلامی از قرآن برای ما میگه دینار و درهم است و وقتی که پول کاغذی میه او راحت میتونه از طرف غرب پایین و بالا شود و ارزشش کم و زیاد شود. این رو من میخواستم برای شما بگم که آیا من اشتباه میکنم یا طالبا اطلاعی در این باره نداره؟ درست.
ببینیم برادر عزیز، حرف شما کاملا منطقی، بجا، متین. اقتصاد اسلامی واقعا یک اقتصاد پویاست، یک اقتصادی است که اگر که واقعا در یک جامعه عملی شود، ما نمونه‌شو در زمان خلفای راشدین، در زمان اموی‌ها، عباسی‌ها تا بیش از 200-300 سال در خیلی از جوامع اقتصاد میشه گفت که اقتصاد اسلامی بود. اما به نظر شما که شما الان اقتصاد میخوانین و دعوای این رو دارید که طالبا باید اقتصاد اسلامی داشته باشند، درست؟ الان شما با همین ایده‌ای که دارید، با همین بینش خوبی که دارید، در سویدن زندگی میکنید، در اونجا شما درهم و دینار استفاده میکنید خودتان شخصا یا پول کاغذی یورو؟ ببینیم یا خو ادعای درباره اسلام ندارن. نه من شخص شما رو میگم. یک لحظه شما جواب من رو بله خیر بدهید. شخص شما برادر عزیز که در سویدن زندگی میکنید، شما در سویدن درهم و دینار استفاده میکنید یا که پول یورو استفاده میکنید؟ شخص شما. شخص من پول چیزی که رایج از دمی جمهور استفاده میکنه. آفرین. یعنی شما با وجودی که اعتقاد دارید که درهم و دینار استفاده کردن خوب است، یک لحظه من این صحبت من منعقد شود بعد شما صحبت کنید برادر عزیز. شما معتقد هستید که درهم و دینار خوب است، منم میگم که خیلی خوب است، واقعا حرف شما عالی است، متین است و یقین دارم که طالبان، عربستان سعودی، مسلمان هایی که در دنیا هستند، هر کسی که واقعا یک مسلمان واقعی باشه این آرزو رو داره که ای کاش دوباره همین درهم و دینار برگرده. اگر به خاطر داشته باشید در دهه 90 همین قضیه مطرح شد بین مالزیا و پاکستان و عربستان سعودی و بعضی از کشورهای اسلامی، همین مطرح شد که از وابستگی به دلار خودشون رو برهانند و دوباره همون درهم و دینار اسلامی یا همون سکه های طلا و نقره و اینا دوباره به بازار بیاد. درست است برادر عزیز؟ این آرزو رو همه دارند. همونطوری که شما امروز با وجودی که این آرزو را دارید و در سویدن یورو استفاده می کنید، مسلمانای دیگر هم در کشورهای اسلامی همین آرزو را دارند اما مجبورند که امروز دلار استفاده کنند یا پولهای ورقی استفاده کنند. من جواب شما را از یکی از کتاب‌های مولانا مودودی رحمت الله علیه به شما بگم. ایشان در کتابی ما و تمدن غرب، کتابی که من نمیدونم کلاس 6م بودم 7م بودم این کتاب را خوانده بودم، کتاب خیلی جالبی بود. میگه بعضی از مسلمان‌ها در قطاری که راننده لوکوموتیو یک غربی است، یک کافر است، نشستند اما صندلی خود را به طرف شرق چرخاندند، دلشان خوش است که روی من به طرف شرق است در حالی که قطار دارد به طرف غرب می رود. میگوید ما امت صاحب رسالت هستیم، اگر میخواهی واقعا تو به طرف شرق بروی برو رانندگی قطار را به دست بگیر، رانندگی لوکوموتیو قطار را به دست بگیر، نه اینکه صندلی خودت را بچرخانی. ما امت صاحب رسالت هستیم، ما باید این جهان را قیادت بکنیم، همانطوری که تقریبا بیش از 1400 سال 1350 سال قیادت جهان حرف اول دنیا رو مسلمان ها می زدن. ما باید قیادت رو به دست بگیریم. جوانهای امثال شما که اقتصاد میخوانید، این افکار اگر که در بین جوانها پخش شود، در بین امت پخش شود، آهسته آهسته تبدیل به یک جنبش اقتصادی در کشورهای اسلامی شود که حکومتها را مجبور بکنن که خودشان را از وابستگی به دلار و یورو و پولهای غربی جدا بکنن. امروز بعضی از کشورها کل وابستگی اقتصادیش به دلار است. ببینید الان طالبا به تنهایی خودشان اگر همین چیز را اعلانم بکنن، شما فکر کنید کدام کشور با طالبا معامله میکند؟ آیا پاکستان معامله میکند، نوکر غرب؟ آیا ایران معامله میکند؟ آیا کشورهای شمال افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان معامله میکند؟ ما نباید حرفی از خواب و خیال بزنیم، بلکه باید به خاطر این واقعیت هایی که به او اعتقاد داریم مبارزه بکنیم. بله. این گپ شما را من کاملا قبول دارم که دولت های غربی نمیمانن این اتفاق گفتند. این گپ من قبول دارم. یا تا جایی که بتانن حمله میکنن. مگم ما نمیتونیم یک دولت اسلامی بگیم قبل از اینکه در اکونومیش سعی کنیم.
درست. خب این گپ معنی است، چون بیس پیسه دلار یا یورو یا هر پیسه کاغذی که ما بگیم، حالا دلار پشتوانه از این چیز هیچ، فقط داره چاپ میشه. درست. ببینید دوست عزیز، من با حرف شما من یک نکته رو در مورد حرف شما بگم. هیچ وقت من در هیچ جایی نگفتم که مثلا دولتی که امروز در افغانستان هست یک دولت به اصطلاح نماینده اسلام است و دولت اسلامی 100% است که همه قوانین اسلامی در آن پیاده می شود. در مورد هیچ کشوری همچین ادعایی رو من حداقل نکردم. اما اسلام یک دین کامل است. تنها این نیست که ما بگیم که جانب اقتصاد ما اقتصاد اسلامی باشد، سیاست ما شلغم شوروا باشد. نه، سیاست، اقتصاد، نظام، همه چیز. رباخاری اقتصادی که ما داریم، اقتصاد پول کاغذی بیسش سر رباست. این رو قبول دارین یا نه؟ دقیقاً همونطوری که امروز من خدمت شما یک مثالی که دادم، شما مجبور هستید امروز مثلا شما مجبور هستید ویزا یا ماستر کارت استفاده کنید، ویزا کارت یا ماستر کارت. اگر ما شاید مثلا میگم ما شاید مجبور شویم یک روزی در سویدن، آل سویدنیا میگه که وقتی که شما در یک جای میرین زن مسلمان نباید ایجاب در سرش باشه. من خب شخصا خودم فعلا در اینجا مجرد هستم. اگه یک همچین چیزی مثال من ببینم از دولت سویدنی یا از یک دولت خارجی، من کوشش میکنم این کشور رو ترک کنم برم در کشور اسلامی. ولی یک کشور اسلامی نمیتونه بگه آقا کل چیز ما بر پایه اسلام، ولی رباخاری باید باشه. دقیقاً من با شما موافق هستم. به خاطر همین نظام اسلامی یک نظام کامل است که همه جوانب زندگی و همه جوانب حکومت رو باید در بر بگیرد، مانند سیاست، اقتصاد، نظام، همه چیز، فرهنگ. پیام شما رو گرفتیم. انشالله امیدوار هستم در این راستا شما تلاش بکنید، کوشش بکنید، بیدارگری بکنید و کاش که امثال شما جوانان با این فکر اسلامی، فکر اقتصاد اسلامی بیشتر شوند در جامعه تا که جامعه آیسته به همین طرف بره. برادر است انشالله به خاطر که این داره ما را نابود کنه. درست. دقیقاً قومای ما در اینجا است از خود دیگه دارد مثلا میخواد وجدان خود آرام کنه، میره خانه میخوره، آقا میره مثلا بولون یا قرض بانک میگیرد که یک خانه بخرد از سویدن. درست. نه، بدبختی مسلمان ها و بدبختی کشورها عموما بالاتر فراتر از این هاست برادر عزیز. الان شما مثلا به برادر خودت در داخل یک کشور میخوایی که به برادر خودت $100 بفرستی به حسابش، این $100 شما میره در نیویورک از طریق سفت کد. شما در اقتصاد میخوانید این چیزها رو میدانید دیگه، در نظام بانکداری جهانی که فعلا حاکم است، از طریق سفت کد میره به نیویورک، اونا کمیشنشان رو میگیرن، بعد از اون این پول میره به حساب برادر شما. شاید که شما با برادرتان در یک ساختمان زندگی بکنید. اونقدر متوجه نشدم تا گپای شیخ عمران حسین که گوش میکردم، یک کتابی هم دارد به نام جروسلم، 3 مرحله جروسلم است، نمیفهمم، یادم نیست کتابش خوانده بودم و او را دقیق میگه اصلا این پولی که ما داریم رد و بدل میکنیم اصلا این حرام است. درست. و انشالله که شما خبر بدین برای مسلمین که کم کم حتی اگه 10 نفرم این جنبش راه افته، این جنبش فراگیر شود، 10 نفرم که از این ربا و رباخوری خلاص شون، خارج شون، باز هم یک ثوابی است برای ما. درست. تشکر از شما برادر عزیز. خدا خیرتان بده از این برنامه خوبتان و سلامت باشید. مسلمان ها را بیدار میکنین درباره این جمهوری اسلامی. حالا من بعضی همین وطنداری خود ما را میبینم چی بدایی که در حق مردم مسلمان افغانستان باز یا طرفداری اینمی خونخوارا را میکنن. درست. و درست. بسیار تشکر از برنامه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. الله متعالفتان کند. شبتان خوش. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا. دوستان اگر لطف بکنن خیلی کوتاه و مختصر نظراتشان رو بیان بکنن. تشکر میکنم از همه شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. دوستان اگر لطف بفرمایید. سلام علیکم. سلام محترم، ان شاء الله خوب باشین و خیر باشین. سلامت باشید، زنده باشید. بخیر باشین. سلام محترم. من یک سوال داشتم استاد محترم. بفرمایید. در باره از اینکه
راه حل یعنی از این که امت اسلامی نمی دوره زمانی که قرار داریم استاد محترم آرام شود و این که دولت های اسلامی که مثل عربستان و سعودی است مثلا قطر کویت همیایی که پول هم زیاد دارن سرمایه هم دارن راه حل این است استاد محترم که یا که است یعنی از برپرستی خلاص شون و فعلا که هستم طور مثال میگن که امنیت ما را چی بگیرم امنیت ما را امریکا بگیره. امروز آمدن که شما برنامه تفکر مجلس مثال محترم شما گفتین که کشورهای عربی میخوان که همراه ترکیه و یا همدست شون و همون سیستم خودشان بسازن و همدست باشن چی ولی که ما چون رهبرای اجار میبینیم استاد محترم نمیفهم نظر شما را برای ازیش است ولی که ما که رهبرای اجار میبینیم استاد محترم رهبرای درست نیستن یعنی فکر و ذهن و هوششون در فکر درباره از این استاد محترم که فقط هم عیاشی خدا کنن زندگی لکس خدا داشته باشن در فکر از این نیستن که زندگی تمام امت اسلامی یعنی تمام مسلمانانی که در جهان است جور شود. همین روزا خودمان میفهمیم که برادرای سودانی ما که در اوج جنگ است یکی از کسایی که در دست داره امارات است و یا که اصلا در فکر خود هستن. چون من استاد محترم برنامه شما را جواب نمیدم و طرفدار هستم در خیلی قضایا طرفدار هستم لیکن ای که شما طور مثال امیدوار هستید به ای که کشورهای عربی طور مثال همدست میشن و ما را یعنی اسلام دوباره سر پای میکنن و کشورهای اسلامی همدست باشن ما یعنی فکر نکنیم که یا او کار کنن چون یا نظر که ما دارم استاد محترم یا منافقین هستن. دیگه درباره از این خواستم یک نظر شما رو بگم استاد محترم که نظر شما درباره حکام عرب چی است یا واقعا یارو ما مسلمان گفتم میتونیم یا نمیتونیم. باشه در این مورد صحبت میکنم. تشکر شما. تشکر. ببینید در مورد اینکه اینا رو کافر گفته میتونیم یا مسلمان این مسئله ای است که بارها در موردش صحبت کردیم. مسئله تکفیر و این مسائل بحث نیست که انسان با یک جمله یکی رو کافر بداند یکی رو مسلمان بداند. اما اینکه حکام کشورهای اسلامی آیا اینها اصلا جرأت این رو دارن که یک وحدتی، یک اتحادی، یک همبستگی مانند اتحادیه اروپا که هست فعلا در بین کشورهای اسلامی ایجاد شود؟ ببینید برادر عزیز، آنچه که بعد از سقوط خلافت و پارچه پارچه شدن جهان اسلام رخ داد مسئله ساده ای نیست که ما امروز بخوایم با یک حرف حلش بکنیم، بخوایم با یک جمله کوتاه جواب شما رو بدهیم. من در یک از برنامه شاید دیده باشید مفصل صحبت کردم که وقتی که خلافت سقوط کرد و جهان اسلام پارچه پارچه و تیکه تیکه شد، در هر قسمتی در هر گوشه‌ای از دنیا آوردن یکی از جواسیس خود را، یکی از نوکران خودشون را حاکم کردن. مثلا در افغانستان کی را آوردن؟ امان الله خان را آوردن. امان الله خان خودش و پدرش و نسل و نسبش در افغانستان چه خدمتی به اسلام و به مسلمان ها و به افغان ها کردن؟ اصلا امان الله خان قبل از استقلال افغانستان اصلا چی کاره بود؟ چی داشت؟ چه نیرویی داشت در افغانستان؟ چطور شد که انگلیس او رو به رسمیت شناخت یا استرداد استقلال افغانستان به قول سیاسی اون به امان الله خان داده شد؟ چرا در پاکستان به محمد علی جنا یک مجهول الهویه شیعه علوی که هیچ نام و نشانی از او در مبارزات و در استقلال طلبی ملت مسلمان هند یا کل هندوستان، وقتی ما میگیم هندوستان ما از هندوستانی صحبت میکنیم که حدود 8 قرن مسلمان ها در اونجا، هندوستان اسلامی بود، بیش از 8 قرن مسلمان ها در آنجا حکومت کردند. ما مفکری مانند علامه اقبال لاهوری رو داریم که بعداً آمدن دروغ اسمشو مفکر پاکستان گذاشتن، در حالی که فکر اقبال ساختن پاکستان نبود. فکر اقبال آزاد کردن هندوستان و برگرداندن حکومت اسلامی به هند بود، نه اینکه کشوری به نام پاکستان جدا شود. در پاکستان محمد علی جنا را آوردن، یک جاسوس، خودش یک جاسوس، خواهرش یک جاسوس، این را آوردن، انگلیس‌ها آوردن در اونجا حاکم کردن، یک چند میلیون مسلمان رو گردش جمع کردن، گفتن بله شما کشور مستقل شدید. در هر جایی همچین انسان‌هایی رو، مثلا شریف حسین در مکه، کسی که انگلیس‌ها فریبش دادن گفتن تو بیا اعلان خلافت بکن در مقابل عثمانی‌ها، ما تو رو خلیفه مسلمان‌ها قرار میدیم. بعد از اینکه اعلان جنگ کرد با خلافت عثمانی و
سبب از بین بردن حکومت نفوذ عثمانی ها در سرزمین حجاز در مکه و مدینه و این مناطق شد. بعد انگلیس ها گفتن برو بابا به یک بعدی بد دادیم تموم شد رفت. هیچی بهش ندادن. به فرزندانش کجا را دادن؟ اردن و عراق را دادن. یعنی فرزندان دو تا فرزند جاسوس خودشون رو آوردن در عراق و در اردن حاکم کردن که امروز همین ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نوه همون جاسوس انگلیسی است که در اردن حاکم شده. شما تصور کنید به همین شکل خدیوی پاشا را آوردن در مصر، در هر جای همین کارو کردن. در لیبی مثلا قذافی رو آوردن، در حافظ الاسد رو در سوریه آوردن. در هر کشور اسلامی یک جاسوس خودشان را آوردن و زمام امور مسلمان ها رو به دست اونا دادن. برای هر کدامشان یک پرچمی درست کردن. امروز مثلا شما به عنوان یک افغان کسی چپ به طرف پرچم شما نگاه بکنه میخوای دل و جگرش رو در بیاری. این پرچم رو کی درست کرده برای ما؟ یا این پرچمی که امروز در کشورهای هر کشوری برای خودش یک پرچم داره. پرچم اسلام یک پرچم است، پرچم لا اله الا الله، پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما تصور کن تا زمان سقوط خلافت اسلامی پرچم علم و پرچم کشورهای اسلامی یکی بود. برای هر کس برای خودش یک پرچمی درست کردن و اینها رو همه رو جاسوس انگلیس که بعد از اینکه جلساتی رو گذاشتن و کشورهای اسلامی رو اصلا این خط و مرزها رو اونا برای ما ترسیم کردن، هر کدای ما رو جدا کردن به نام. شما مثلا تصور کنین، من یک مثال ساده به شما بدم. سرزمین تاجیک ها کجاست؟ امروز از هر تاجیک هایی که دارن میبینن برنامه ما رو، از اونا میپرسم، از افغان ها، از تاجیک ها، عموما از فارسی زبان ها. سرزمین تاجیک ها کجاست؟ سمرقند و بخارا. تاجیک به نام سمرقند و بخارا شناخته میشد. مرکز زبان فارسی سمرقند و بخارا بود. سمرقند و بخارای فارسی زبان رو دادن به کشوری به اسم ازبکستان. اسمش رو گذاشتن ازبکستان، سرزمین ازبک. در حالی که تا امروز مردم سمرقند و بخارا تاجیک هستن و فارسی صحبت میکنن و ازبک ها رو در قسمت های زیادی از تاجیکستان امروزی به اسم تاجیکستان اسمش رو گذاشتن. ما تاجیک داریم در قزاقستان زندگی میکنن، اسمش رو گذاشتن قزاقستان. کشورها رو از هم دیگه جدا کردن، زبانشون رو عوض کردن، رسم الخطشون رو عوض کردن. امروز فرزندان امام بخاری در بخارا زندگی میکنه، از اسلام خبر نداره. کتاب امام بخاری رو بهش بده نمیتواند بخواند. ببینید برادر عزیز، بدبختی امت اسلامی، تعصب قومی، تعصب نژادی، تعصب سیاسی، تعصب مذهبی، تعصب سمتی، این پاکستانی است. الان شما تصور کنید امروز در پاکستان، یعنی حدود از سال 1947 تا الان حدود 70-80 سال تأسیس پاکستان میگذره. این پاکستان به این عظمت و بزرگی سلاح بمب اتم هم داره. چه خدمتی به اسلام و مسلمان ها کرده؟ چه خدمتی به اسلام و مسلمان ها کرده؟ هر موقعی که افغان ها سر بلند کردن، 1-4 روز آرام شدن، یک امنیتی به وجود آمد. حالا این امنیت رو طالب آورد، غالب آورد، هر کسی آورد، کار نداریم. امروز 4 روز افغانستان ها آرام بود، داشت پیشرفت میکرد، خیابان ها ساخته میشد، سرک ها آباد میشد، خانه ها داشت درست میشد، شفاخانه و مکتب و فلان داشت آباد میشد، کانال قشتپه و کارخانه نمیدونم زغال سنگ و کارخانه فولاد و ماشین ساختن و اینا. همین رو ببینید چه روز انداختن. از برای خدا ببینید کشوری که اسمش رو جمهوری اسلامی پاکستان، از این کشور هواپیما بلند میشه، یک شفاخانه‌ای که در اونجا معتادین بیچاره رو مداوا میکنن، او رو بمباران میکنه در شب 27 رمضان، 200-300 نفر بیمار رو در اونجا میکشه. بعد این به عنوان یک کشور قوی و قدرتمند دنیا که جهان اسلام که بمب اتم هم داره، اسلام و مسلمان از بمب اتم اینا چه فایده کرده؟ اینا مزدورن برادر عزیز. اکثر این سران کشورهای اسلامی حتی جرأت این رو نداره که امروز بیاد بگه که ما اتحاد داشته باشیم در بین مسلمان ها، چون مزدورن، چون اینا رو اونها آوردن بر سر ما حاکم کردن و ما رو چنان متعصب ساختن. در پرچم خود تعصب داریم، در مرزهای خود تعصب داریم، در قوم خود تعصب داریم، در نژاد خود تعصب داریم، در زبان خود تعصب داریم.
تا ما این بیماری رو در داخل خودمان علاج نکنیم، تا ما جامعه رو اصلاح نکنیم، شما میخواید بگید که حکام اسلامیشن. حکام از مریخ نیامدن، همین فرزندان ما بودن که جاسوس شرق و غرب شدن. من در یک برنامه گفتم مگر سران حزب کمونیستی افغانستان که افغانستان رو به روسا فروختن، مگر اینا از مشتری و زحل و مریخ آمده بودن؟ نه خیر، اینا فرزندان همین وطن بودن، وطن رو به روسا فروختن. یا اینایی که رفتن دربن امضا کردن، اینا از کدام سیاره دیگر نیامده بودن، از جنگل‌های آمازون نیامده بودن، فرزندان همین مردم، فرزندان همین رهبران جهادی و مجاهدین ما بودن که رفتن دربن افغانستان رو به آمریکا فروختن. کسانی که به پاکستان فروختن، کسانی که به ایران فروختن، از کدام سیاره دیگری، کوکب دیگری نیامده بودن. پس ما امروز جامعه ما مشکل داره، خود ما مشکل داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی که چند روز پیش براتون ذکر کردم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند حالت هیچ قومی رو عوض نمیکنه تا که خودش رو عوض نکنن. ما خودمون رو عوض بکنیم. اول ما این بندها و زنجیرهای تعصب‌های مختلف رو از وجود خودمون دور بکنیم و بعد از اون همین ملت‌ها باید حکومت‌ها رو تشکیل بدن. امروز مردم سوریه بیش از 1.5 میلیون 2 میلیون شهید و زخمی دادن. امروز یکی از خودشان رو آوردن در رأس قدرت. شما تصور کنید کشوری که از بدبختی و از قرض و از دربدری مینالید، برای اولین بار بعد از 45 سال در شروع همین سال 2026 میلادی سوریه اعلان کرد که مصارف بودجه دولت بیشتر از مصارف دولت است. یعنی یک چیز فائزی بر مصارف دولت در دست یک حکومتی که با وجود همه این مشکلات و سختی هایی که باش دست به گریبان هستند. پس ما به خاطر عوض کردن این حاکمانی که امروز دشمنان بر سر ما گذاشتن نیاز است ما خودمون رو عوض بکنیم. تو امروز یک از شمال افغانستان یک ازبک برود به جنوب افغانستان، از جنوب افغانستان یک پشتون برود به شمال افغانستان، با چه چشمی به اون نگاه میکنن؟ بعد از اون ما آرزو داریم که والا در رأس ما کسی باشد که مانند عمر ابن خطاب به عدالت حکومت بکند. در زمان یکی از خلفای بنی امیه میگه مردم شکایت کردن، گفتن که چرا بر ما حاکم ما یا خلیفه ما مانند عمر ابن عبدالعزیز برخورد نمی کند، مانند عمر ابن خطاب برخورد نمی کند. حرف جالبی زد اون خلیفه، گفت شما مثل رعیت عمر ابن خطاب شوید تا منم مانند عمر ابن خطاب بر شما حکومت بکنم. ما خودمون 1001 درد و مرض داریم، بعد میخوایم که والا بر بالای ما کسی حکومت بکند که 100% قوانین اسلامی رو، از 100% قوانین اسلامی رو امروز اگر اعلان بکنن چند درصد ملت ما حاضر هستن که رأی بدن که بله ما این قوانین رو قبول داریم؟ این یکی از مشکلات بزرگ جامعه ماست برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. من چند سوال دارم. ببخشید شما بین بد و بدتر کدام انتخاب میکنید؟ طبیعی انسان عاقلی بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. دقیقاً. احتمالی شما که شیشتین مثلا مردم میگید آقا ما میگیم امی جمهوری اسلامی بد، درسته؟ شما چشم شما همی افغانستان رو ندیدید که همی امریکایی چیکار کردن؟ همین امریکایی ها رو کی کمک کرد که افغانستان رو چیکار کردن؟ خبر دارید شما؟ طالبان کمک کرد. بله. شما خبر دارید؟ شما نمیتونید چشم مردم خاک پرتی. یک لحظه همینجا گوش کن، یک لحظه. همین الان گوش کن. طالبان گوش کن. این صدای رئیس جمهور ایران است. طالبان دشمن ماست. آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست. و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. شما مصاحبه کسی را گذاشتید که خود آقا چشم مردم خاک نپرد. خاتمی است، رئیس جمهور وقت ایران است. شما از 20 سال پیش گپ نزنید. بابا 20 سال پیش آمریکا به افغانستان حمله کرد. آقای محترم 20 سال پیش آمریکا به افغانستان حمله کرد. شما یک کمی تاریخ رو مطالعه بکن، مرور بکن، عقل تو یک کمی ریستارت بکن. حالا خاتمی رو قبول نداری؟ یک لحظه، خاتمی رو قبول نداری؟ احمدی نژاد رو قبول داری؟ من اصلا حزب لیبرال ایران قبول ندارم. خب کی رو قبول داری برادر عزیز؟ مردم خاک
میپرتی. نه خیر، شما دارید دروغ میگید. شما دارید دروغ میگید. شما علنی نه شما دارید دروغ میگید. یک گوش کن، یک لحظه گوش کن. یک گوش کن. در پیش کامرا شما کم اسلام میخوری؟ شما کم اسلام مگه نمیخوری؟ یک لحظه گوش کن، گوش کن. پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد. گوش کن. گوش. یک لحظه گوش کن دوست عزیز. گوش کن. نه گوش کن دوست عزیز، گوش کن. گوش کن. تا خود این را مشکل داشت. یک لحظه گوش کن دوست عزیز. پررو هستن. در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تامین کردن پذیرفته شد. بابا جان ول کن تو را با خدا. یک کمی عقل داشته باش، یک کمی شعور داشته باش. آقای محترم تو عقل داری، شما شعور داری، شما شعور داری. یک لحظه گوش کن. یک لحظه تو شعور داری. من به گوش کن، حرف منو گوش کن دوست عزیز، حرف منو گوش کن. خاتمی میگه ما در عراق و افغانستان با آمریکا همکاری کردیم. احمدی نژاد میگه در عراق و افغانستان ما با آمریکا همکاری کردیم. وزیر خارجه سابق ایران میگه که حتی نقشه های جنگ افغانستان رو ما به آمریکایی‌ها دادیم. الان اعتراف 2 تا رئیس جمهور ایران رو قبول بکنم یا حرفای احمقانه تو رو قبول بکنم که بین بد و بدتر من باید جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنم؟ شما انمی رو انتخاب که انمی آمدن در افغانستان 25 سال جنگیدن، بعد از اون دوباره انمی کرسی رو خود همین طالبان تسلیم کرد. آقای محترم طالبا به زور خود گرفتن. دوست عزیز یک لحظه من صدا تو میبندم به خاطری که انسان منطقی که نباشید. من صدا تا الان بستم. سر صدا نکن گوش کن. من دوباره میارم ادرو خط به شرط اینکه مثل آدم صحبت کنی. دوست عزیز شما میگید که الان بین بد و بدتر، یعنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، من باید جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنم چون که جمهوری اسلامی بد است و آمریکا بدتر است. آقای محترم امروز این بمب و راکتی که هر چقدر سر و صدا بکنی صدای تو کسی نمیشنوه برادر عزیز. صدا تو من بستم. هر چه دوست داری سر و صدا بکن، صدا تو کسی نمیشنوه. رو خط باش. حرفم تموم شد میارم رو خط. 2 نفر رئیس جمهورهای معروف ایران، خاتمی و احمدی نژاد، اعتراف میکنن، میگن بابا ما کمک کردیم. دیروز کمک کردی کشور همسایه و برادر مسلمان خودت رو زیر بمب و راکت‌های آمریکا انداختی. امروز بچش، خودتون کردید. بعد تو از من میخوایی که من این دردها و این زخمها و این خاطرات 20 سال گذشته رو که جنایاتی رو که شما با آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه انجام دادید من فراموش بکنم، بعد بگم تو امروز برادر من هستی، آمریکا چرا تو رو میزنه؟ خوب میکنه که میزنه، نوش جانش که میزنه. این نتیجه همان اعمال زشتی است که خودتون انجام دادید. دیروز با آمریکا همکاری نمی کردید، امروز آمریکا شما رو نمیزد. ببین این سنت الهی است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من عان ظالما علی ظلمه سلطه الله علیه. کسی که ظالمی رو در ظلمش کمک بکنه خداوند همون ظالم رو برش مسلط میکنه. دیروز نمیکردید کمک. دیروز بیش از 1 میلیون کودک عراقی رو شما به خاطر همکاریتون با آمریکا کشتید. خب نه که میگی برو برادر، برو دنبال کار و زندگیت، برو کنار بذار باد بیاد. برو. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. درباره برنامه‌تون آقای انصاری عزیز، ببینید حالا اینی که شما میگید ایران اینجور اونجور همه جواب داره. منتها آقای انصاری عزیز الان بحث به قول معروف کینه‌جویی نیستش که نه اتفاقا هست برادر، اتفاقا خیلی بحث انتقام هست، بحث کینه‌جویی است، بحث حقد است. ما حقد داریم، کینه داریم نسبت به این حکومت. چرا؟ چین حکومت خون برادر منو ریخته، خون خواهر منو ریخته، خون کودکان ما رو ریخته. ما حقد داریم، کینه داریم، فراموش نمی کنیم برادر عزیز.
الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که و اذا موعودة سئلت بأي ذنب قتلت. در روز قیامت کودکان زنده به گور شده رو میارن که اینا به چه جرمی کشته شدن. شما 1 میلیون کودک سوریه‌ای رو فردا بیارن در روز قیامت در میدان حشر، خامنه‌ای رو هم بیارن، آقا سلیمانی رو هم بیارن، همه این سگ‌هایی که در این مدت به درک واصل شدن اینا رو هم بیارن در اونجا. بعد از این کودک‌ها پرسیده بشه که شما به چه گناهی کشته شدید؟ شما چه جوابی خواهید داشت؟ به عنوان یک انسان، نه به عنوان شیعه، نه به عنوان یک ایرانی. همه اینا رو بگذار کنار. الان ما داریم در مورد انسانیت صحبت میکنیم. امروز تو ایرانی از من میخوای که من دلم بسوزه به حال حکومت ایران؟ نه والله دلم نمیسوزه. ما تقیه نداریم، دروغ نمیگیم. من دلم نمیسوزه. چرا دلم نمیسوزه؟ چون که دیروز شما منطقه رو به خاک و خون کشیدید. شما دیروز کودکان ما رو، زنان ما رو، برادران و خواهران ما رو کشتید. و همین شما نبودید که در مورد سوریه وقتی که من صحبت می کردم شما فرمودید که در یکی از برنامه خود شما زنگ زدید، گفت این که ایران امروز در سوریه هست نشانه اقتدار ایران است. نگفتید این حرف رو؟ بچشید الان اقتدار آمریکا و اسرائیل رو بر سرتون. یه حرف مفت نزنید برادر عزیز. بفرمایید. حالا جناب انصاری اگه اجازه بفرمایید من بگم خدمت. ببینید اولا اینی که شما میگین لج داریم، عقده داریم، خب اینا باعث میشه که قضاوت درستی نداشته باشید. کسی که با کینه و لج و عقده وارد داستان بشه چشاشو بسته. نه دوست عزیز، من یه چیزی به شما بگم. من شما رو انسان منصفی میدونم. گاهی اوقات شاید یک کمی تعصب حالا ایرانیت یا هر چیزی میره شما رو میکشه به یک طرفی، اما یک چیزی رو شما وجداناً بگید. آیا همین حرف خاتمی و احمدی نژاد دروغه که ایران با آمریکا همکاری کرد در عراق و افغانستان؟ آقای انصاری عزیز شما باید قبلش رو ببینید. اون زمانی که طالبان اومد سر کار، رفت تو سفارت ایران، سر کارکنان سفارت رو برید. قبلش رو ببین طالبان چی کار کرد، یا صدام حسینی که قصد تجاوز به خاک ایران کرد، 1 میلیون جوان ایرانی زیر خاک کرد. شما قبلش رو نمیگید. شما قبل از سفارت رو چرا قبل از سفارت رو نمیگید؟ شما چرا قبل از سفارت رو میگید که سپاه پاسداران ایران از طریق کنسولگری ایران در مزار شریف نیروهای حزب وحدت رو مسلح کرد بر علیه طالبانی که بر شهر مزار شریف مسلط شده بودن، همه اونا رو قتل عام کردن. روزی که طالبا دوباره شهر رو گرفتن، اولین کاری که کردن رفتن کارمنده سفارت ایران رو کشتن. این انتقام است. شما هم قبل از اون رو ببینید. چرا ایران به 12 سازمان شیعه در افغانستان کمک میکرد که سنی‌ها رو قتل عام بکنه؟ شما جنایت‌هایی رو که حزب وحدت در کابل کرده فراموش کردید؟ جنایت‌هایی رو که در بامیان کرده فراموش کردید؟ جنایت‌هایی رو که در وردک کرده فراموش کردید؟ بابا جان، من افغانستان رو، ایران رو، این منطقه رو ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، روز به روز تاریخش رو میدونم. من در بین این حوادث بزرگ شدم. شما به من نهید بگید که طالبان مریض نبودن که برن اونجا در کنسولگری ایران 12 تا مثلا کارمند ایرانی رو سر ببرن. اونا جنایت کرده بودن، پاسخ جنایتشان داده شد. من نمیگم کار طالبان درست بود، کلا اشتباه بود، مخالف موازین بین المللی، مخالف مواثیق نمیدونم سازمان ملل، مخالف حقوق بشر، مخالف اصلا دستورات دین بود. اما کاری که اونا کرده بودن موافق چی بود؟ شما میدونید کسی که یکی از کسانی که وارد کنسولگری ایران شده بود، من شخصا باش صحبت کردم، گفتم دلیل این کار چی بود؟ چرا این کارو کردید؟ این کار که اشتباهه، یک مسلمان این کارو نمیکنه. گفت برادر عزیز، ما در آرشیف کنسولگری ایران در مزار شریف فیلم‌های تجاوز، سربریدن، قتل، دار زدن، میخ کوبیدن به سر اهل سنت رو که حزب وحدت به عنوان نمونه‌ای از خوشخدمتی به سپاه پاسداران ایران ثبت کرده بودن، در اونجا دیدیم. بعد از اون این کارو کردیم. میگه این نیست که ما وارد شده باشیم اونا رو سربریده باشیم. بفرمایید دوست عزیز. ببینید استاد انصاری عزیز، خب ما توی مسائلی نگاه ماهوی با هم، یعنی از ریشه با هم نگاهمون فرق. ببینید آقای انصاری عزیز، سفارت ایران در افغانستان خاک ایران بود، ریختن تو سفارت، سر کارکنان رو بریدن. حالا شما میگی به این دلیل به اون دلیل. بابا سفارت عربستان سعودی در تهران، سفارت عربستان سعودی در تهران خاک عربستان سعودی بود. شما چرا ریختید؟ حتی فرش و ظرف و تلفن و نمیدونم هر چی که داشتن از اونجا دزدیدید. این با وقار، با مجد، با عظمت، با شخصیت ملت نجیب و شریف مثل ملت ایران
یعنی امخانی داره؟ چرا این کارو کردید؟ استاد انصاری عزیز، چه اصلا سفارت آمریکا رو رفتید در سال 57 چرا سفارت آمریکا رو رفتید اشغال کردید، آتش زدید، گروگان گرفتید؟ شما سابقه دارید در این کارا دوست عزیز. شما به ما طعنه نزنید. ملت ایران در خراب کردن سفارتخانه ها، در اشغال سفارتخانه ها، در کشتن کارمندان سفارتخانه ها، در آتش زدن سفارتخانه ها شما سابقه دارید. یکی، دوتا، سه تا، نه 10 ها مورد اتفاق افتاده. حالا در تاریخ افغانستان هم یک بار افغانا این کارو کردن، شما هم سخت نگیرید. آقای انصاری عزیز، اولا در سفارت امریکا و عربستان یک نفر خون از دماغش ریخته نشد. 400 تا امریکایی و 400 روز تو ایران نگه داشتن، یه خراش به کسی ندادن، ولی اشتباه بود. اما انسانی، شرعی، قانونی اشتباه بود. اما کاری که طالبان کردن، عزیز من، شما طرفداری از طالبان میکنی، ولی از نظر من اینا از بیخوبون یه مش تروریست آدمخوارن. ببین نظرها با هم فرق داره. من طرفداری ببین دوست عزیز، من طرفداری نمی‌کنم. آقای محترم، من طرفداری نمی‌کنم. من طرفداری نمی‌کنم. آقای قاسم سلیمانی در عراق و سوریه چیکار میکرد؟ شیرینی پخش میکرد در اونجا، مگر ایرانی نبود؟ تروریست نبود؟ قاسم سلیمانی تروریست نیست؟ نه، قاسم سلیمانی تروریست هست یا نیست؟ اینو جواب منو بده. از نظر کی؟ از نظر شما. از نظر من آقای انصاری اینا همه خاکستری هم کار خوب کردن هم جنایت کردن مثل تمام آدمای دیگه. فقط به من یه دقیقه فرصت بده. یه نکته، شما الان طالبا رو به خاطر کشتن 12 دیپلمات ایرانی میگید تروریستن. رئیس جمهور کشورتون آقای خاتمی میگه ما نقشه دادیم که آمریکا کجا رو بزنه در افغانستان. 1 میلیون نفر شهید شده در افغانستان. این تروریست نیست؟ آقای انصاری عزیز، یه لحظه اجازه بده من بگم خدمتتون. ببینید، اولا بحث امروز ما که حمله آمریکا و اسرائیل که شما میگید تشکر میکنم دوست عزیز. تشکر میکنم دوست عزیز. تشکر. تمام کشورهای اسلامی یا رب زودتر از بین بره، چون این غده سرطانی، این غده سرطانیه برادر عزیز. من با ملت ایران کار ندارم. الله سبحانه و تعالی ملت ایران رو حفظ بکنه. اما این نظام هم ملت ایران رو بدبخت کرده، هم منطقه رو به خاک و خون کشیده. تشکر از شما دوست عزیز. تشکر از شما. نیم دقیقه اجازه نمیدم دوست عزیز. شما ببینید میگه بحث ما امروزه. آقا من باز مجبورم که این رو بیارم دوست عزیز. این گوش کنید یک بار دیگه دوستان گرامی. تا بر علیه ظالم هست. طالبان این کلیپ مال تقریبا 20 سال پیشه، به 15 سال 18 سال پیشه. خودم تو برنامه آنوسی که اینو نشون دادم. دشمن ماست. آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. در افغانستان به قول خود افغان‌ها چیزی نبود که خراب بشه. قبلا همه چیزش خراب شده بود. امریکایی‌ها حمله می‌کردن، میگفتن حالا رفتن پناهگاهی رو پیدا کردن، مثلا در غارها حمله می‌کردن، یه بمب عجیب غریبی رو که می‌تونه یه کوه رو منهدم کنه شلیک می‌کردن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. در یکی از این جلسات یکی از اعضای هیئت ایرانی نظامی بود و اون توضیح داده بود شرایط داخل افغانستان رو. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین. گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق رو تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه مصر. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم، به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که میتونستن رهبران آینده عراق باشن. آیا نمیشه به این ایران به عنوان نیرویی که میشود با اون مشکلات را حل کرد نگاه کنیم تا خود این را مشکل بزنیم؟ اینها اینقدر پررو هستن. در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها یعنی دلش با آل مثلا 4 تا دیپلماتی که در آنجا کشته شدن میگیم کار اشتباهی بود میسوزه.
بابا جان دولت شما با آمریکا همکاری میکنه، نقشه میده. خود این وزیر امینزاده وزیر خارجه شونه، وزیر خارجه اسبقی، میگه که جنرال های آمریکایی جو جنرال های ایرانی دستشو زد رو میز، نظامی بود، بهشون گفت که شما این جایی که میزنید فایده نداره، بیاید ما بهتون نقشه میدیم که جایی رو بزنید که بیشترین تلفات رو داشته باشه. بابا جان این دولت اومده خون میلیون ها انسان رو در عراق و افغانستان ریخته، در سوریه ریخته. بعد امروز 4 تا سنی احمق بیشرف ناراحتن به خاطر اینکه این حکومت میخواد سقوط بکنه. انشالله فردا سقوط بکنه، اما یقین داشته باشید که سقوط نمیکنه. هر کسی فکر میکنه که آمریکا حمله کرده که این حکومت رو از بین ببره، ابداً. این انسان احمق است. چون تصور بکنید که این حکومت رو از بین ببرن، حکومت ایران رو از بین ببرن، کسی در منطقه از آمریکا سلاح میخره؟ نه، اینو یک لولو خورخوره اینجا همیشه باید داشته باشن. و از روز اول جنگ بوش گفته هدف ما سقوط حکومت ایران نیست. اگر پسر شاه سرش 100% اطمینان داشتن که پسر شاه میتونه جای آخونده رو بگیره در فتنه پراکنی، در قتل، در کشتار، در اذیت مسلمان ها، حتما اون رو می آوردن. حتی با اون اعتماد نمی کنن. اعتمادی که سر آخونده دارن سر پسر شاه هم ندارن. بعضی این سنی های احمق ما هستن، تو بعضی کانال ها میان برای اون تبلیغ میکنن. چه امروز خامنه ای باشه، مجتبی باشه، قالیباف باشه یا هر کسی دیگری از این نظام رو که بیارن امروز در به وسیله کمک آمریکا، اسرائیل، با هر وسیله‌ای که بیاد در رأس این حکومت، همون فتنه‌گری، همون بدبختی، همون قتل، همون مصیبت در کشورهای اسلامی که مسببش دولت ایران باشه ادامه خواهد داشت. شما فکر نکنید که آمریکا و اسرائیل میخواد اینجا یک حکومتی رو بیاره که دنیا گل و گلستان بشه. نه، این کار هرگز نخواهند کرد. و این جنگی هم که هست امروز، جنگ برای از بین بردن هم دیگر نیست. اختلاف سر مصالح هست که خیلی از سنی های احمق ما متوجه نمیشن، چون اصلا خودش فکری نداره برای خودش، ایدئولوژی نداره برای خودش. یک تحلیلگری اگر یک چیزی گفت تمام از سر تا پا همه چیز عوض میشه در وجودش، چون فکری نداره برای خودش اصلا. بیننده گرامی بفرمایید. استاد اجازه ندادید. من اجازه نمیدم شما صحبت بکنید، چون که شما ببینید، یعنی حداقل انسان یکمی باید وجدان داشته باشه. شما حرف 2 تا از مقامات ایران رو حتی حاضر نیستی که در موردش کامنت بدید. یعنی من چی میخوام با شما صحبت بکنم اینجا؟ تشکر از شما. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد بزرگوار خوب هستین؟ خیرتی است؟ سلامت باشید. بخیر سپری کرده باشی. خوشحال هستم که همراه خودت با تماس شدم. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشی، بخیر باشی. یک موضوع رو استاد به خودت میخواستم بگویم که اگر یک تعداد از هموطنان ما یا از بیرون داخل حرفای بد و زشت میگه، این طبیعی است که وقت سخن حق را بگویی مخالفت همه میشد، تا که هر کس درک میکنه و دوباره به اشتباه خود پای میبره. دیگه به الله از الله متعال برد حوصله زیادتر میخوایم. ثانیاً من یک موضوع را نمیفهم چرا هموطنای ما متوجه نمیشه. وقت برشان خودت و بقیه علما توضیح میده که یهود و نصارا دشمن پیامبران بودن، ولی این حکومت آخوندی دشمن صحابه و مسلمان ها است. این فرق دارن، این فرق را نمیبینن و امروز این جنگ از اینا رو طور جلوه میدن که گویا جنگ اسلام و کفر است. اگر ایران سقوط کنه دیگه تو میشه کشورهای اسلامی یا تو میشه. ما به اونا میگم که در موجودیت نظامی ها بالای ما حمله شد، ایران چی کرد؟ و سند خودت ارائه میکنی و در میدیا هست که برعکس همکاری هم اینا کردن. وقتی که عراق زیبای ما را به خاک خون یکسان کرد، اینا همکاری کردن. در سوریه حاضر، در لبنان، در لیبیا، در همه کشورهای اسلامی. پس هیچ رقم منطق است که میگن در این جنگ اگر ایران شکست بخوره دیگه قصه اسلام به نحو تمام است به از دید اونا.
ما به اونا بیخی حیران هستیم. الله متعال دید ما را هم وسیع بسازه، اونا را هم برشان بیشتر علمیت را بده و درک را بده تا حق را درک کنند. آمین. دیگه خوشحال هستم مصطفی که خودت هستی انشالله با بقیه مبارزین یک جا مبارزه میکنی. سلامت باشین برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم، بخیر باشید. سلامت باشید، بفرمایید. خب من میخواستم در این رابطه حافظ گپ بزنم استاد محترم. بیشتر برادر ما از افغانستان که زنگ زده بود که گفته که بعد یا بدتر انتخاب میکنه. من فکر کنم خود شاید رافیزی باشه، چون از این طرفداریش معلوم میشد و تعصب داشته. درست. دیگه استاد محترم دوستای از ما هم استاد محترم که میگمشان در این باره که حکومت ایران چند دوستان هست میگمشان که در حافظ که هستن هیچ وقت امروز ما برادر شده نمیتونن. یکی از دلایل کنه همیشه بر ما میگن استاد محترم میگن که فعلا وقت از این نیست که طور مثال ما تفرقه افکنی کنیم و بگوییم که شیعه است یا ماسونی است یا دیگه است یا دیگه است. ما براشون میگیم که ما اینو قبول داریم، درست است که وقت از این نیست، ولی که یک رافیزی که از برادر ما شما شده نمیتونه از نگاه اسلامی، چون که منافق است و منافق است که واضح منافق است. کیا دارن براشون میگم یکی از چیزایی که طور مثال ما امروز استاد محترم این است که ناگاه هستیم و یار برادر خود میخوانیم، این است که ما یعنی نمیفهمیم که از کتاب از یا خبر نداریم و مسئله تقیه و خیلی چیزای دیگه از یا خبر نداریم و وقتی که خصوصا مسئله تقیه را استاد محترم کیا نمیفهمن. و از خودم پدر بزرگوارم استاد محترم برای ما یک روز یک از ویدیوهای خامنه ای کثیف آورد استاد محترم برای ما نشان داد، گفته که نه خامنه ای درباره از گپ بزنه که باید تفرقه افغانی نکنیم. ما براشون گفتیم که یا تقیه دارن تقیه میکنن و چی، و حتی همینجا ما کسایی را میشناسیم استاد محترم که در محفلای دینی و دیگه اشتراک دارن و علمای دین هستن، در تلویزیونا خبر میشن دیگه و دیگه درباره دین گپ میزنن دیگه و دیگه. اونا حتی روزی که این نفر همی خامنه ای مردار شد استاد محترم انداخته بودن که شهادت مبارک و ایران میمانادم که چی بگوی. اگه یارم میگه شما تفرقه افغانی میکنی، ما برای جای یک مثال میتیم که طور مثال تو همین سال میفهمی که اگه من امروز میره برادر خود بگم طور مثال ما اگر روی مدار بودم از پشت سر امروز چاقو مرا میزنه هر رقم که طور مثال ما امروز برادری کنم و این خدا یعنی برادر من نشان بده بازم که است از عقب یعنی مرا میزنه. دیگر رای حل نیست. حداقل کفر و یهود و نصارا طور مثال امریکا حداقل همه قدر است که واضح خو از منافق نیستن، واضح کافر هستن و میفهمیم دشمن هستن، یا خب قسم هستن که از پشت خنجر میزنن. باید یعنی آگاه باشن جوان ما، لیکن آدم تاسف میخوره واقعا. و این برادر ما که چند دقیقه پیش زنگ زده بود خودش شاید رافیزی باشه که برادر هم گفته نمیشه اگر رافیزی باشه، چون معلوم میشه گفت که من افغانی هستم. دیگه در این باره یک کم گپ بزنیم مثلا درباره تقیه یا خصوصا که تقیه میکنن و برادر یعنی سنی ما را بازی میتن هر چی که میگن وقت چی است وقت. دقیقاً در این مورد یک مطلب خیلی زیبایی الان نشان خواهم داد خدمت شما برادر عزیز. تشکر از شما. یک مسئله دیگر هم میگفتم استاد بفرمایید. در باره از این مسئله سلفیت و صیفیت و مذاهب دیگه استاد محترم که دیگران ما و شما استاد محترم که اگر طور مثال همین صیفی هستن و یا 4 مذهب هستیم و یا بعض فرقای دیگه که استاد محترم که اهل سنت هستیم، باید ما و شما در این مقطع زمان یعنی برادری و دوستی داشته باشیم. دیگه حتی در بین همین سلفیت اگر ببینیم استاد محترم سلفی و حنفی که در واقع خود هستن به نام حنفی میگن، حنفی درست نیستن. ما علمای حنفی را میشناسیم که برادرای سلفی ما را دوست دارن، همراهشون همکار هستن، هیچ کدام مشکل در بینشون نیست. ولی که باید تمدید شویم این وقت از این نیست. ولی که ما این 100% قبول داریم که امروز حافظ نمیشه، چون عقیده از یار آدم بفهمه. وقتی عقیده یک شخصی است که از پشت به خنجر بزنه طفل تا بکشه، طور مثال اگر صیفی هر چیز است طور مثال یا سلفی هر دیگه و دیگه اسم نیست که زن تو را از بالاش تجاوز کنه نعوذ بالله یا طفل تو را بکشه دیگه و دیگه. ولی که حافظ کو طفل ما تو را میکشه یا هیچ دیگه خلاصه مثل یهود در مقابل ما شما رفتار میکنه. باید آگاه شویم، جوانای ما هیچ آگاه نیست در این باره. زنده باشید برادر، زنده باشید. ببینید من روی سخن من به اون سنی احمق جاهل است که امروز
به خامنه‌ای شهید میگه، بعد نماز غائب میخوانه، در پست میگذاره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. یعنی مؤمن باید ذکی باشه، مؤمن باید هوشیار باشه، مؤمن باید خودش آگاه بکنه از این مسائل. الان من یک کتابی رو خدمت شما عزیزان نشان میدم، بعد ربط این کتاب به خباثت خامنه‌ای، به تقیه و دروغگویی خامنه‌ای، این رو قضاوت رو میگذارم به شما عزیزان. این کتابی که خدمت شما اینجا نشون میدم کتابی است به نام الانوار النعمانیه. نویسندش کی است؟ نویسندش سید نعمت الله جزایری. خوب نگاه بکنید اینجا. سید نعمت الله جزایری نویسنده این کتاب است. این یکی از استوانه های تشیع است، سید نعمت الله جزایری. اینم شناسنامه کتاب که من خدمت شما عزیزان نشان بدم. این صفحه بعدش در جلد دوم چاپ سال 2010 در صفحه 248 یا 243، در صفحه 243 در اینجا چی میگه؟ بعد یک بحث طولانی در مورد اشاعره و ماتریدی و حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و اهل سنت، کلا میاد یک بحث طولانی میکنه. بعد از اون در آخر میاد چی میگه؟ والحاصل میگه نتیجه کل این بحث چی است؟ انا که ما شیعیان لم نجتمع، که ما جمع نمیشویم، متحد نمیشویم، اتحادی وجود نخواهد داشت، معهم با اهل سنت، علی اله که خدای ما یکی نیست، ولا علی النبی که حتی پیامبر ما هم یکی نیست، یعنی سر خدا و پیغمبر هم ما با اهل سنت نمیتوانیم متحد شویم، ولا علی امام، نه بر امام. میگه و ذلک انهم یقولون، زیرا که سنی‌ها میگویند ان ربهم هو الذي كان محمد صلی الله علیه و سلم نبیه و خلیفته بعده ابوبکر، که نبیشان محمد صلی الله علیه و سلم است و خلیفه‌اش کی است؟ ابوبکر. و نحن و ما شیعیان لا نقول به هذا الرب، ما به این خدا ایمان نداریم، ولا بذلك النبی و این پیامبر رو قبول نداریم، بل نقول بلکه میگوییم ان رب الذي خلیفه نبی ابوبکر، ربی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشد، لیس ربنا ولا ذلك النبی نبینا، نه اون پیامبر ماست، نه اون خدا خدای ماست، خدایی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشد. این رو سید نعمت الله جزایری میگه. در صفحه بعد چی میگه؟ میگه کسی که غیر علی رو بر علی مقدم بداند، یعنی بگه که خلیفه اول ابوبکر، باز عمر، باز عثمان، باز علی، این ناصبی است. حکم ناصبی رو هم که میدونید یعنی چی. بعد از اون در اینجا چی میگه؟ و سید مرتضی میگه که و ادریس قدس الله روحیهما لعنت الله علیهما، میگه که بعضی مشایخنا معاصرین میگن که مخالفین نجس هستن، نظرا الی اطلاق الکفر و شرک علیهم من کتاب السنه، به خاطر اینکه اینها کافر و مشرک هستن بر اساس کتاب السنت و جایز است که آنها را بکشیم و اموالشان را به تاراج ببریم. این سید نعمت الله جزایری وقت داره تمام میشه، تمام شده. من بیش از 1000 مورد از کتابهاش دارم که کفر، قتل، نابود کردن، حتی کودکان، حتی شکم زن حامله سنی رو دریدن، جنینش از شکمش در آوردن، سرش رو بریدن و امثال اینها مطالب مهم زیادی در کتاب این است. اما اصل مسئله اینجاست. این کی بود؟ دوستان عزیز برمیگردیم به صفحه اول. دوستان زوم بکنن. سید نعمت الله جزایری. سید نعمت الله جزایری. الان این سید نعمت الله جزایری، دوستان یک لحظه فقط به من اجازه بدن که من ببینیم که سید نعمت الله جزایری کی است. این سایت خامنه ای است. این سایت آقای گور به گور شده خامنه ای. پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری. اینا خب میخوان تقیه بکنن، نه دستخرانشون بله شیعه و سنی برادرن، ما با هم دیگه هیچ مشکلی نداریم. الان پیام رهبر معظم انقلاب، خدا که بخواد آبروی کسی رو ببره اینطوری میبره. پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری.
ساعت 10:07 10/12 سال 1391. حالا میریم ببینیم که پیام ایشان برای کنگره چی است. صفحه رو باز میکنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به کنگره بزرگداشت علامه سید نعمت الله جزایری با تجلیل از مقام علمی و ادبی این عالم بزرگوار و بر تبحر و احاطه ایشان بر احادیث شیعی با نگاه دقیق فقهی تاکید کردند و افزودند تجلیل از مرحوم سید نعمت الله جزایری در واقع تجلیل از علم و معارف الهیه است. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام که صبح امروز پنجشنبه از سوی آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز قرائت شد، همچنین با اشاره به آثار و تألیفات متعدد علامه سید نعمت الله جزایری ایشان را شخصیتی برجسته و فقیهی گمنام خواندند که لازم است به تألیفات وی در حوزه حدیث و شروحی که بر احادیث نگاشته است توجه بیشتری صورت گیرد. اونجا میگم دیگه شیعه و سنی برادرن. بعد اینجا کنگره بزرگداشت سید نعمت الله جزایری رو برگزار میکنن، با جناب رهبرم در اونجا پیام میفرستن و از مقام ایشان تجلیل میکنن و میگن که ایشان علم ایشان معارف ایشان علم و معارف الهیه است، وحی از طرف خداوند است که انه والعیاذ بالله. این است حقیقت اینها. ما وظیفمون رو انجام میدیم، میگیم، شما میخواید گوش بکنید، میخواید گوش نکنید. و بعضیا تا اینکه همون بلایی که سر اهل سنت در عراق و سوریه و در کشورهای دیگه سرشون نیومده نیاد، واقعیت ها رو نمیفهمن. اون روز اگر آمد که یک همسایه شیعه تو بیاد، رافضی تو بیاد وارد خونت بشه و به زنت تجاوز بکنه، بعد از اون میفهمی که شهید گفتن به اینها یعنی چی. اینا جنایتکارانی هستن که قدرت دستشون بیفته و امکانات داشته باشن، از هیچ جنایتی بر علیه اسلام و مسلمان ها و حتی بشریت دریغ نمی کنن. و طرف مقابل همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم، جنایتکار قرن اسرائیل، جنایتکار بزرگ آمریکا، خداوند این ظالمین رو به جان هم دیگر انداخته که اللهم اضرب الظالمین بالظالمین و خرجنا من بینهم سالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني